تمام خطی جا گفتم میگی او بیو قبض یک دو سه محمد علی جان سلام علیکم دوستان عزیز. نه برادرمون رو میبینین سخنهای بهترین میگه که در این بولوار تور اشتراک داره. انشالله که میریم بالای کوه میبرویم و با پورگی نواربرداری میکنیم انشالله. میکنیم فیرمای ما شهر یکاترینبورگ بولگار تور است. الحمد لله رب العالمين. یک دو سه نگاه کردیم. الحمد لله رب العالمين. خب ما در موقع قرار گرفتگیم که در جایی که ما برمدگی سودگیم همین جبل رمات میگویند. جبل رمات یعنی کوه نیزه زنان. معرکه احد نسبت داده شدگی است، انا همین نامش به جبل احد به کوه احد که در طرف دست راست ما قرار گرفتگی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم کوه را گفتگی است که کوه از ما است، از یعنی بر نفع مسلمین است. جبل احد یکی از جبل های جنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انا همین کوه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام برآمدن عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه سری کوه میگه که ای کوه آرام باش که در بالای تو نبی است و دو شهید است. دو شهید هم عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه که شهید میشوند. خب برای چی ما اینجا آمدگیم؟ برای که چگونه برگزار شدن معرکه احد یعنی همین غزوه احد از همینجا خوبتر معین می شود. خوب از طرف این رو بروی ما که می بینیم لشکر قریش با رهبری ابو سفیان ابن حرب زیاده از 3000 نفر لشکر، این چنین هم زنها هم مردا، برای خاطر که این جنگ احد برای مشرکان خیلی مهم بود. به خاطر مهم بود که در جنگ اولی که سال اول هجری در جنگ بدر است، در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدند، مهاجرین و انصار پیروز شدند در همین جنگ و قریش جمع کردند یک لشکر زیاد را آمدند که خواستند که به تمامی هم مهاجرین و هم انصار را از بین ببرند. برای همینم در همون جنگی که هم برادری هند یعنی زن ابو سفیان هم برادرش و هم پدرش عتبه و شیبه در همین جنگ کشته شدگی بودند و هند مخصوص هم زنها را هم جمع کردگی گرفتگی آوردگی بود که و با شعر ختم میگفت که قفو میسود که ما زنهایی هستیم که برای کسانی هستیم که مردای استوار قایم و جنگنده اند. ما برای کسایی که مردایی که میگرزن برای او نمود مردان نیستیم و بگیم با هم با واسطه تقویت دادن روحیه جنگاوراشون مشرکا هم زن قطین آورده بودن، هم شاعر داشتن بگیم که شعرشون میگفتن و قیادت یا که سرلشکری طرف مشرکین را ابو سفیان ابن حرب داشت. از جمله جنگاورای که به قوت بودن اکرمه ابن ابی جهل بود، خالد ابن ولید بود از طرف مشرکا و سعد ابن وقاص، یعنی تو اسلام آوردن شده ای وقت در طرف مشرکا بر ضد مسلمانان. رهبری لشکر مسلمانان را محمد نبی صلی الله علیه و سلم خودش داشت و عمکش حمزه ابن عبدالمطلب و این چنین جنگاورانش علی ابن ابی طالب. خوب در همینجا جنگ صورت میگیره، از اون طرف مشرکان و از این طرف مسلمانان، از این طرف مسلمانان از اون طرف مشرکان. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با رهبری عبدالله یکی از صحابیان با بالای همین کوه که کمی بلندتر بود بسیارتر روی پس شد که بعضی آدما میگیرن میبرن که درست نیست، اصلا اگه سنگ گرفتن و بردن در بالای همین کوه میبرن که یک کمی کلانتر بود و اصلا نیزه زنان میگه که جبل رمات میگه در بالای همین کوه میسته تو وقتی که حتی اگر دیده که مردای ما ورم کرده گیان مردای ما بچی مونده گیان ای بالای کوه نفروی. الله متعال خواست که مسلمانان را به همین واسطه بار سنجش بکند که در نافرمانی رسول صلی الله علیه و سلم عذاب است و ضرر است و خسران است. در نافرمانی رسول صلی الله علیه و سلم و در فرمان برداری رسول صلی الله علیه و سلم سعادت دنیا است و نجات آخرت از دوزخ. برای همینم
رومات یعنی نیزه زنای مسلمین در بالای همون کوه ایستادن. وقتی که جنگ سر شد، خب مسلمان ها لشکر 10 برابر یا کمتر هم که باشن و او را زدن، مغلوب کردن و دیدن در اینجا بالا بودگی و مهاجرین هم کسایی بودن که از مکه هجرت کردگی خونه و در همشون پارفتگی جامدگی بودن، یعنی در دست مشرکا این چیزا همش افتاده بود. وقتی که بگم مظلوم بودن، وقتی که چیزاشون دیدن، بعضی چیزاشون که دیدن که همینی فلانی و فلانی چیزای ما رو در مکه گرفتن و با ما رو مکه های کردگن، همینجا اگر چند رهبرشون و سوارشون امر کرد که ما رو پیامبر امر کردگی که نفروی اینجا، حتی بعد جنگ هم تو ما امر همینجا فرود اومدن تا نکنیم نفروی، نه که اینا فرو اومدن برای خاطری که شمشیر یا که چیزایی که دارن دیگه مشرکای کشتشتگی هم چیزا رو بگیرن. خب یکی از جنگاورانی که پشت با پشت بگیم جنگاوری متین، بقوت، دانو، زیرک، خالد ابن ولید میدونست که قوای اساسی که سبب غلبه مسلمانان شدگی انا همین نیزه زنها در بالا همین که هم دید که نیزه زنها فرمدن با پشتی انا همین که خطی با اون خطی خالد ابن ولید حمله لشکرش اومدد و مسلمانایی که بگیم اعلان خرسندی و پیروزی را کردگی بودن از خفاشون حمله میکنن. موقعی که حتی بگیم خالد ابن ولید میگه که یعنی امکان داشت میسر شود که حتی رسول صلی الله علیه و سلم هم قتل بکنن در همینجا. خب به همین بگیم جنگ احد با توسط زیرکی دانایی و یا که طرز جنگدانی خالد ابن ولید به شکست مسلمانان خاتمه می‌یابد و با گریختن آنها و در همین جا زیاده از 70 کس کشته می شود. از جمله کشته شدگان یکیش حمزه ابن عبدالمطلب عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم و زکس هند زنی ابو سفیان وحشی را میکنه که بگیم شخصا توسط همین آلت همین اسباب چیت کی را میکشی، حمزه ابن عبدالمطلب میکشی و همون خیلی حمزه ابن عبدالمطلب میکنه وحشی در همین جا میکشه شد. زیاده از 70 نفر در همین جا کشته میشوند. از چی اگر چند کشته شدگان قریش یا اینکه مشرکین بسیار بودن، اما به هر حال پیروزی در این جنگ با کی میشود؟ سبب شکست مسلمانان در چی میشود؟ سبب شکست مسلمانان در نافرمانی رسول صلی الله علیه و سلم میشود. یعنی برای ما این یک حکمت است یا پند است که تو وقتی که مسلمان پیامبر صلی الله علیه و سلم را نافرمانی میکند با شکست مواجه میگردد. خوب انا همو شهیدایی که کشته شدگانی که در جنگ احد میشوند در همین جا میمونن، بگیم ورم میکنن، بعضی هاشون بو میگیرن. یعنی این چیز نیست است که بگو که اینا درجه و فضیلت بزرگ در نزد الله تعالی داشتن. روزی بسیار چیزا میشه که انا شهید خواندید، شهید چی مونده. مثلا این با اسلام یگان ربطی ندارد که مثلا یک کس برو شهید گوی خیلی نمیشه شهید. بزرگترین شهدا در همین جا هم ورم کردن، هم بدنشون، هم بعضیشون بو گرفتن. همشون گرفتن در اونجا گور کردن شهدا را. بعد اینجا که وقتی که سیل بیا همه این چیزا رو جمع میکنن میگیرن میارن در این همین گرده که این هم موقعی که گرد زبور گرفتگی تمام شهدای احد از مسلمانان در همین جنگ در همین جا گور کرده میشوند. در همین جا بگیم که موقع دفنی انا همون شهیدان است. گرد زبور گرفتگی ان شاء الله حاضر بمون میریم همونجا. خب رسول صلی الله علیه و سلم با بالای همون کوه احد، اون هم کوهی که میبینیمش کوه احد است، با بالای همونجا میبرویا میگریزن، بگیم میروند در همونجا پناه میطلبند. ابو سفیان از خفاشو میروه میگه جنگ است، یک بار از شما است، یک بار از ما، یعنی یک بار شما پیروز می، یک بار ما پیروز می. فیراد چون میکنه که بیای از محمد صلی الله علیه و سلم توسط زید ابن ثابت خبرشون میکنه که میگه که اینجا خوب کشته شدگان شما در دوزخن اما کشته شدگان ما در جنتن. رسول صلی الله علیه و سلم همین میگه. خب به همین بگیم مشرکان با شادی خرسندی که در این معرکه بگیم پیروز شدگان، بگیم شراب خورده و مست و الست همینجا برمیگردن. برای ما
دیدن همین زیارت‌ها حکمت در همین چیزا همین است که اول این اماکن است که رسول صلی الله علیه و سلم این اماکن بگیم شهادتی میدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین جاها بودند. همین جایی که ما ایستادگی من همون جای نیزه زنا است، پای قدم‌های صحابگان است و مسجدی که ما می‌بینیم در چی این مسجد نو آباد شدگی است. مسجد یگان ربط به تاریخ همون زمانه احد ندارد. خب اگر دیر نکنیم وقتی وادی تل نگیریم میدونیم خیلی دیر که نماز تیز میخونیم پیش چیا میریم شهیدا اونجا میریم در حق اونا دعا میکنیم. خب دیر که نماز میخونیم بر میگردیم تا 3 اتوبوس میریم ان شاء الله. خب الحمدلله چیزی که دایاد من بود همون چیزا گفتیم برای شما. فقد انقطعوا من أعمالهم الصالحة وارتهقوا يوم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. میکروفون بشه اول به یک دو سه نگاه همون جایی که میگه ما بالای جبل رومود نشون دادیم موقعی که در همینجا تمام شهدایی که در همین جنگ خود شهید گشتن کشته شدگان در همینجا دفن کرده شدگان از جمله بگیم قبر حمزه ابن عبدالمطلب و دیگر اصحابی که در همینجا کشته شدگان این همینجا ما میگیریم شما پرو نکنید شما ماشاءالله. سلام اینا بیا خیریه شکر نکرد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام عليكم ورحمة الله. نخومه شو السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام نه دندم نمش محکمه یکی نیو طرف
ماشاءالله هاز میدم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. یا اسمری برای کی بخوام گفتم تو رو دارم الله وبركاته. كيف حالك؟ أكيد. رفتیم میره کاتیم سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. این است یکی از بازارهای بهترین و بهترینی که در اینجا به حد خرما بسیار است و همین خاطر بردارم با خاطر خوبی نازی انشالله که نور برداری میکنم و پیشکش شما میکنیم. عبدالله انا اینجا نه تنها خرما بلکه همه چی اینجا فروخته میشد با نرخ ارزان. چند بازاری که هست در مدینه انشالله که ما نوار برداری کردیم و نوار برداری میکنیم انشالله. سلام علیکم. 20 ریال میبرم. 20 ریال 20 ریال این 15 ریال، این 15 ریال، 15 ریال، 15 ریال. خیجا هر این خورما پیغمبره. ماشاءالله. این 25 ریال، 30 ریال، 50 ریال. چند کیلو میخواین؟ از یخ نشکن ماشاءالله. نه برادر جان خیلی که شما دیده ایستین اینجا به حد خرما بسیاره بعد نرخ خرما ارزان است. والا علم خرما پیغمبر چند ریال؟ خرما عجوه. حجوه چند ریال؟ 25 ریال. گرمی 5. چند ریال؟ 20 گرمی 5. 20 2 کیلو. حبیبی. عبدالله سالم. 2 کیلو. و تین دیگه سالم. ماشاءالله 2 کیلو 2 کیلو 20 اوه هذا گرمی 5 ریال. انت شوف هذا 30 ریال عجوه خرما. هذا كويس. 25 2 كيلو. موفي. يلا. اوكي. بسم الله. اسپانجی 50. 1 kilo 1 kilo. 1 kilo 1 kilo good kilo. No problem. هذا 1 kilo. نرخ خرما 25 سوم حجوه. خرما عنبر. ماشاءالله خرما عنبر. عنبر مدینه. عنبر مدینه. ماشاءالله. در اینجا باز دیگه نمود خرما هم هست. شکریا. سلام علیکم.
در اینجا باز دیگر خورما همش یک آدمی که سودا میکند تمام نمود خورما را دارد. باز در اینجا دیگر نمود من جوی نمازو، چتر، یعنی زونتیک، پیستا، بادام. کیف حالک؟ سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. ايوه شورما تسبيح الليل المدينه انا چند تسبیح؟ تسبیح چند ریال است؟ 10 ريال 10 ريال 10 ریال چند دانه؟ 10 دنا 5 ریال میشد؟ لا 10 دنا 10 ريال 12 دنا 10 ريال ماشاءالله. 12 دنا 10 ريال بناتسوني هذا كاميرا 10 ریال 10 ريال 12 دنا چند دانه؟ 12 دنا 10 دانه؟ 12 دانه؟ ماشاءالله بهتره. آره 12 دانه دارد 10 ریال. ای مردم ای همه خورمای ارزان همینجا مدینه در قیمت های مدینه در قیمت های خورمای ارزان خورما هیچوه در مدینه 25 جمع 25 دست خورمایی که اینجا میگیری تماما صفتش دیگر است. در آنجا ما گرفت وقتی دیدم خیلی ملایم بود. عجبه 15 ریال میگه ارزون هم میکنه 10 ریال که بی بی سی بی بی سی بكامل الدلدة ده 15 ماشي نه بگو در یوتیوب میمونم اجي المدينه اجوا اول انت ليه ما بيجي لنا رفتیم حجبه آجی پروز میرین انشالله این بزرگ بود که ما کم باشد به خاطری که شما ندیدید و ببینید نواربرداری کردیم. منم برادرها کم یاردم کردستن در رفتی نواربرداری. انشالله این بزرگ بود همه چی داره چیزی که برای توفه گرفتنین این بزرگ بیایم بگیرین. خورتان ای بزرگ خورتان ای دیگر بزرگ خورتان ای جینا بزرگی شهر مدینه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ. اینا بچه کلون یا برن که افسوس میرون بچه کلون خرید کسی با چشه چه میرین؟ بیا خیلی بربر یا دونه اوخیا سلام علیکم برادران عزیز دوستان. مادرانی هستند که با همراه فرزنداش با همراه نبیراش ماشاءالله میبینن در اینجا حج میکنن. وقتی که خودشون هایتن انشالله که فرزنداشون میره انشالله. ماشاءالله اخی کو یک خشش برو یک خشش بردار ماشاءالله بردار ای قندینگه اوره ماشاءالله. خورما را دیدین چی خیلی شده اگر ندیده باشن خیلی بیا صورت بگیرم بردار از یه دقیقه ایوش هم نگیرستی تا ایوش هم بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. آخران کبوتر ماشاءالله. خورما را ندیده باشین برادران عزیز. این در دست این برادرها بینین ماشاءالله بهترین دو نمود خورما است بهترین
فکر میکنم که در حقیقت در نده چند یا 50 ریال میشه 50 ریال من نه نیازتون ولی راشیم خواه ماشاءالله این افتاب زیما بی بی سی بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله کانال چیه؟ Samboy köy Ekaterinburg. Ekaterinburg. Sambo KV Ekaterinburg بدم ویدیو تو زبولا کشکو بعد میساعت Essa camisa. Número nada que maravilha. Você porra da. آدمو نمایا هیچ کنیست مالا. خلا. این به جمع جمع منگوش هیچ کنیست کو. سفرات خیلی ماما جون معقول میشه معقول شده است. ای خدا هشت من قبول کنه. آمین. پیش بیست. جزاك الله خيرا. بوی منو ببین حاجة. ما عجب گیره خیلی در جبل احد آیکی برادر پرویزه سامبول Hadi ki. این نمود خرمای عجبه میدن خرمایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می‌داشت ان شاء الله از باغ خرما میرید مزرعه میگن باغ خرما میرید انا باید چند نمود خرما رو شما می‌بینید میگم خرمای همون هم شفا بخش هم شاو اگر در روز هفته بخورید جین هم بدن می‌خورن Yok drama. أنا مجبس بيا. داخل يا دوك موجي داخل باردان ويا الله اکبر که میتونه خرما احمد بخره اختیاری است این کسی خرما خریدنی کسی که نمیخره اون در پیش سفر مکه داره باید مکه بخره انشاءالله خب پیامبر صلی الله علیه و سلم در
مسیر تاریخش در مکتب تعلیمیش توانست شاگردان را تربیت بکند که تا امروز هنوز چی در جهان امروزه چی مسلمانان و چی غیر مسلمانان از عدل عمر فاروق و از امن و تجارت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه سخن میگن و این نوشتجات ها را در کتابشون درج میدهند و با آوردن قصه های عدل عمری و شرم و حیا و امن و تجارت عثمانی از این واقعه در آوردن کتابشون فخر میکنند. وقتی که مهاجرین از مکه خاموشی رویا کرده شما. وقتی که مهاجرین به چی نمیآیند به مدینه را میان از مکه هجرت کرده میآیند هیچی ندارن همش میگیم نادار هستن اشراقن و حتی چاه برای خوردن آب هم ندارن. یک یهودی که صاحب چاه بود و همه چاهش برای مسلمانان برای مهاجرین اما آبش هم میفروخت. خب عثمان رضی الله عنه خواستگاری درخواستی خریدن همین چاه را کرد. بالاخره بگیم کوتاه‌تر قصه را بگیریم که به همین تجارتشون به همین چیز آمد موافقه کردن که یک روز عثمان رضی الله عنه چاه را نصف بخرد. به این معنا و همون کلی کلان یعنی یهودی نمیخواد برای که هر روز همین آب میفروخت به مهاجرین و از همین فایده میکرد. و بعد چی میکنن؟ خب یه روزی میگیره شد خلاصه که یهودی میگه به این حد میگه بزرگترین تاجر مسلمانان به این حد است که به این نرخ قیمت یک روز میخره شد. عثمان رضی الله عنه در یک روزی که خرید کردگیش حقی که داره در همون چون برای مؤمنان بیپول میکنش و روز دیگر هیچ که دیگه آفرین نمیره و همین یهودی مجبور میشود که چاه به هیچی با کماندگیش با عثمان رضی الله عنه بگیرد. یعنی از حکمت‌های بزرگ عثمان رضی الله عنه در تجارت بود. تجارتی که عثمان رضی الله تعالی عنه داشت تا هنوز هم عثمان رضی الله عنه بگیم شات است صاحب حساب بانکی دارد، حساب بانکی دارد در مملکت عربستان سعودی و تا امروز هم عثمان رضی الله عنه از حساب بانکی شخصی دارایی خودش برای مردم خیر میکرد. یگان تاجر وجود ندارد در تاریخ که ابرادش یعنی گردش ایمانش 1441 سال شده باشد. یعنی از هجرت محسوب کردگی یعنی زیاده از 1400 سال شده باشد. یکی از بزرگترین نزدیکی ها و حکمت های تجارت عثمان رضی الله تعالی همین است که تا هنوز هم بعد از 1400 سال گذشتن از مرگش تا هنوز تجارتش باقی است. خب همین است که یک از همین تجارتش همین است که یک باغ دارد در مملکت عربستان سعودی یک باغی خرما دارد. میکروفون بسم الله الرحمن الرحیم. این تاجون انمی باغی خرما انمینه در مدینه. گیرون خیلی تماشا کنید. انا ان شاء الله که با برادرها با شما را نشون میدیم. خدا خواهد. از اون نشون تو
тамошо кунед. Салом алейкум. Ҳозир мерем боғи хурморо, дарахтои хурморо ҳамаро ба пурраги шуморо нишон медиҳем. Иншоаллоҳ ки мебинед имрӯз дар хизмати мо Булгартур. Булгартур тавонист ки ба осонӣ мо дар виза кишоя ин қадар ҷое ки зебоя дар Мадина досту бигира. Машоаллоҳ ина омадем тамошо мекунем. Худо хоҳад баъзе ҷоҳода агар худат биёй бетур биёй намемонанд ҳар ҷо бидрои тамошо кунем. Шояд ки намонанд. Ина хурмо. Салом алейкум BBC. Unreal. Иҷа BBC. میگم همین کی یک از مثل خط خورما نه والله من نزدیک میتونی اینا هم خیلی بگم هم اصلا درخت چین هم خیلی میبره بعد این بردو اصلا کم میبرن شما میشه است تو من من خیلی خورما اینا کسی میتونه بلوف بمونه مرحمت ماشاءالله مرحمت کسی بلو برای 1 کیلو خورما پدرکا کسی بلوش برای اجازت ها ما بقام ببرم خودم güzel mesela Güzel ne? Benim aklıma çıkan tüm makan nigaş kın. Bismillahirrahmanirrahim. Bardarın aziz ba xotiri ki şumo بدونیم ببینین که درخت خرما چه هست با بولگارتور مرحمت مراجعت کنین. نمره تلفنشون 1368 0092 کانال استانبول تیوی اکتریمبول در خدمت شما است. شما ببینین حاضر ما در یکی از درخت‌های خرما بالا میبریم. Ana, inşallah ya bir darak istiyoruz. Hadi akman doğu kinki ne kaltın? Hayır, çok Doğu tekin ne kaltın? Tabii. Allahu Ekber. Ya hama kasan nigah ki kalmış da bro. Bu bro dayata. İne. Peşine bismillah bu. Ami hoca ya çemen şunu bu bismillahirrahmanirrahim bu tadimini hayş bekliyor. Hem bismillah bu. Parmi tapşkota bro. Tapşkota bro skarasma meşe. Yago için. Ne bro. Ya kilo khurma biçin ba bro. kim etiyor ya xırma padarka Bro Varsa tamam kabro o ya. Buraya adını Bu akın ana sebepte girelim. Skak ediyor Mansur'dan. O kadar surat tabii. O şu diyor. Roş nakne kanal İstanbul TV ekterimburda da paylaşacağız. Şu diyor. Ne boşun hama kasa. Bistan aziz. Tamam kısmet karası bir marka. Ne boşun bistan aziz. Akı kiloya hizmet akıta dangala ki data. O soru seki o soru. Froak mayda. Yok şu bromadi ne ki o soru sapı. Megi khma parto ina. O pardon. O ana. Ana ya جرا خوب Şimdi boşun bardaro hoz yak juda so mekan inşallah ki. Ona hazırda yok ya domlo. Ana این tarafda meşinem ya kami am boşa suhbat mekanım bu. Rahbalat guruhi Bulgartur. Hamu çoğu hamu khurma kutakin hamid çoğu hamu khurma. ما فقط دهنو برای قصه کردیم Ne famu megum hamu yagun ray dora Amo çore aşkı olmamış. Bu taray. Legal. Съемка. О, нехе нигахка съемка. Как го чи надо? О, со сарав. О, вот не надо да би. Машалlah би. Yok. Bulgartur yok. Ana. Arabistan'daki Saudisi biraz darmaya Allah beni yakın sabzara beni. Bir khurma ola beni. Masad yani. Ha bardarın aziz. Imruz moki da. Bogi urmu aste. Şahri Madina. Va şura boyim bo nos mekanım. Va darburash kam yam boshad. Як маълумоти пурра метиҳем то ки шумо ягончи баҳравар шавем барои худатон. Вақте ки шумо иншоаллоҳ ба Мадина омадем, худо ки розӣ шава, насибтон куна, шумо ҳам мебиен, ҳамҷара мебинем. Ва ин маълумоте ки мо барои шумо тайёр кардагем, барои шумо камака камоша фоида меёрад иншоаллоҳ. Домунҳо пеш домунҳо ина сухан мекунанд, иншоаллоҳ гӯш мекунем. Ина мо аз
компанияи Булгартур шаҳри Екатеринбург миннат дорем. кадоми да ки дар кор бошад чунин турҳое ки чӣ хел ки дидестем, мо гаштестем, буромадестем, фуромадестем, марҳамат ба ҳамин номерҳо занг занем. маълумоти пурра аз ин номер мегирем. марҳамат. الحمدلله شکر خداوند که ما الله تعالی ما را نصیب میکند به همین اماکن مقدسه. ما در همین چیز گفتیم که وقتی که ما حتی بگیم گذشتگان ما خودی ما وقتی که نیت همه جا نیت عمره کردن میکنیم دعا میکنیم میگیم که اللهم انی اريد العمره فیسر حالی، یعنی همین رو بر من آسان بگردان. در گذشته ها بگیم مدت دور و درازی که صدها هزار یا میلیون ها حجا همینجا وقتی که میان همین دعا را میکردن که فیسر حالی، یعنی همین عمره کردن را بر ما آسان بگردان. همین دعای همونا شاید بود که همین عمره کردن آسان شد. الحمدلله این هم سال اول است که ما به حد خوب شد برای اکثر مردم که بسیاری ها توانستن که به همین عمره بیاین. میگیم توسط هر خیلی پاسپورت ها کسی که چه شهروندی روسیه بودن چه شهروندی روسیه نبودن. یعنی ما گفتیم که ما سه چیز داشتیم که در یک مقاله فلسفی است که سه چیز است که دیگرگونی به وجود میآورد. گفتیم قدم اول یک سفر رو به وجود میآورد، نگاه اول یک عائله را برپا میکند و یک دعا یک عالم رو دیگرگون میکند. انشاءالله اثبات همین چیز دیدیم که یک دعای گذشتگان ما بودن که یک عالم برای ما دیگرگون شد. یعنی بوبی و بوبکران و کشتی‌های پدری ما نمیتونستن آرزو میکردن که خداوند اونها را به همین روزا بیاره برسونه. اما گذشتگان پیش از این گذشتگان ما بودن دعا کردن و دعا اینها بالاخره مستجاب شد. خداوند همین عمره کردن بر ما آسان کرد و ما به همین جا آمدیم رسیدیم. الحمدلله چگونه که گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم راهبری و سروری را به خدمتگری تبدیل داده گیای در اطاعت از الله متعال و در پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم. ما همچون راهبر یا که سرور فخر میکنیم که خدمت کنیم و خادم شما باشیم. چگونه که گفتیم که حتی ملک مملکت عربستان سعودی ای ملک بودن دا فخر عنوانی خادم بودن میکنند، یعنی خادم حرمین شریفان. الحمدلله کسانی که خالصانه برای از زمان قدیم از بنی هاشم همین از اولاد رسول صلی الله علیه و سلم خودی رسول صلی الله علیه و سلم از جمله کسانی بود که به دست خودش آب میگرفت زمزم نگاه نمیکرد که کی را میکرد، آب میگرفت به دیگران میداد، آب میگرفت به دیگران میداد. محمد صلی الله علیه و سلم سید مرسلین اشرف انبیا بهترین شخص از خلق شدگان الله تعالی بود، مخلوقات عالم. برای همین هم ما میگم این نصیحت برای همه که کوشش کنیم که در همینجا چی توسط عملی چی توسط قولی برای دیگر خدمت بکنیم و با همین خدمت کردگیمون برای برادر دیگرمون فخر بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که والله فی عون عبدی ما کان العبد فی عون اخیه. تو مادامی که تو اون وقتی که یک برادر در کمک و دستگیری یک برادرش است، تو همون زمان الله تعالی در کمک و دستگیری بنده همون بنده اش میشود. اگر بخوایم که الله تعالی ما را کمک کند، ما را دستگیری بکند، پس ما باید که در کمک و دستگیری برادر دیگرمون باشیم که همون برادرمون یکی از بنده های الله تعالی است. نوابسته از اون که چی اخلاق داره. خب به همین دعا بکنیم که خداوند ما را در دنیا و در آخرت سعادتمند با نور ایمان نصیب بکند. دعای ما را که باید امید اومدگیم و خداوند به این چیز ما را میسر کرده گیای. کسانی هستند که شاید خون جگر برای چی کنند فکر گریه کنند که با ما همون کسا با ما بگیم تعیین کردن که در حق آنها دعا بکنیم و آنها شاید امیدشون زیادتر از این باشه که ما هیچ وقت فراموش نکنیم دعا کردن در حق او. برای همین ما خواهش میکنیم از برادرانی که اگر کسی زنگ بزنید یا که کسی که تعیین کرده باشه برای دعا کردنتون چی در حرم الله چی در مسجد نبوی خبر کنیم. من همچون
راهبر ما انشالله همه حجا را جمع میکنیم همه کسا در حق کسی طلب دعا کردن جماعت همین حجا در حق همه کسا دعا بکنن آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز شما رو 5-10-15 وقت میتیم که در وقتی این درختایی که میبینید چقدر بزرگ هستند رسم گیرید، عکس گیرید و میتوان نواربرداری کنید با تلفن خود. مرحمت با تماشای این باغ خرما. میریم اینجا خرماک باشه. صورت نگرفتی تو؟ صورت نگرفتی؟ خشو گویا؟ من کامera میگیرم. اینجا بو وای کامera بخشو. با کامera بو وای خشو گویا. انشاءالله که شما خبر میشه. از این نوارهای بهتره. Yo, دوستان. Стоп, шкай! اینا برادرها را بین چخل صورت گرفته ایستادن در وقتی درخت خرما و اجازه دادگیان که چقدر که میتونید صورت گیرید، رسم گیرید، نواربرداری کنید. حتی شما را جنگ نمیکنن که در وقتی که شما در بالای یکی از خیمه‌ها برآمده صورت گیرید. اما این کم به ترتیبی است و برای همگان که شما باید نشون که هیچ باکی ندارد. این برادران را بینید این برادران همروی ما آمدن که در همه باغ خرما یک رسم گیرد، یک نویگری بیند. چقدر از باغ خرما برای شما یکم نویگری نشون داده است یا که در حیاتون یکم بار درخت خرما را دیده یا که چی گفتن یعنی با مردمی که تماشا داره از اینجا چی بهره ور شده؟ الحمدلله خوش سبب برادر دیگه ما خدمت برای در حق این خدا برای کافیه خدا سوق سلام باز زن فرزند سلامت باش برادر. رحمان. یعنی برادر گفتن که در اینجا وقتی که شما در این باغ در آمدید ماشاءالله این ثواب است. بعدا وقتی که شما در حیات تنها در کینو در آینه نیلگون یعنی در تلویزیون تماشا کردگی اینجا همش ریال نیای بگیم در حقیقت همین چیزی که هست ما همین را شما نواربرداری کردن نشان داده ایستاده که در حقیقت من درخت خرما است. چیزی که من در بالوش بر اومدم تا که شما بینید که در حقیقت همین درخت است. نه که اسکوست نیست. انا برادران عزیز وقتی که شما می‌دارید در اینجا یک احساسیات پیدا می‌شود برای شما. انا نویگری یعنی درختایی که شما در حیاتتون دیدگی نیستید می‌بینید. و هر آنچه که در این اطراف است شما می‌بینید و در اینجا خرما هست می‌توانید خرید کنید. یکم کیلو خرما برای خود گیرید. توفا خرمایی که نو پخته شده است یعنی رنگ ولی علاقه سیاه نیست. ماشاءالله همه اینها را ما نواربرداری کنیم به خاطر که شما بینید گرچه خودتون آمده نتونید از خودی همه نوار ما یکی بخبر شوید، بهره‌ور شوید، وقتونه یکان چی بگیرین همین نوارها. انشاءالله که باز ما با دیگر جا میریم و همروی بولگارتور نوارهای بهترین میگیریم و پیشکش شما میکنیم. دوستان عزیز اکنون ما از باغ خرما میبرویم لیکن نوار رو نمیکشیم. باز ما با شما دیگر جا را نشان میکنیم. ایستا بیام. dapat katakan
انشاءالله که این هم درخت شما در نزد کردگیان که نفرهایی که در این جامعه نه تنها در کشی درخت بلکه در این زیبایی که در این جا کردن در این باغ است نواربرداری و عکس برداری کنند. سلام علیکم و کل مردم مومن مسلمان امروز کلی ببینید در پیش ما مادرای ما هست انشاءالله که اینها در حق ما و شما دعا میکنند که مثل من همین باقی خورما همه وقت سبز باشد بردم و بقوت باشد بگذار همه وقت صحت سلامت باشد مادرای ما بگذار همه وقت صحت سلامت باشند و مثل همین درختای خورما بردم و بقوت و سبز باشند Samboy TV. برای برادرمون از شهری که تیمور همراه ما آمده است با خاطر رسم و آیین حرمت احترام شیخو سالای شیخی بسته است این یک افغان برادر من خیلی احترام دوستی هم برادر ماشاءالله رفتیم بدن نگیرم اگم بسید در اینجا ببینیم کلوزنیک در موی چی نداره ینوارای فیورال در زمستون است بسم الله الرحمن الرحیم جزاک الله خیرا بیا مرحمت Hoji. بیا بسم الله الرحمن الرحیم نه تو هلو بیا این در 100 سامبو هست. حالا جای خرما اگر کسی که اینجا درخت اینجا میوه خرما اونم نمام قبل توی شرفر سلام دوستان عزیز شما ندیدید باغ خرما رو میبینید شما ندیدید بازار خرما رو پس با ما باشید انشاءالله که میبینید در کانال سامبوی تیوی که ترمگود و همراه بولگار تور که اینجا نمره تلفنش هست ماشاءالله میدونیم یک جا میبینید دوم رفتیم نه برادرم بله همه خرمای اینجا رو فقط ما میخریم بزرگ است یه مورد تماشا کنید خرمای همه دونه بگیم نوای خرما بسم الله في احلى منه خب اما خرمایی که بگیم خرمای میده که نسبت به دیگر نمودار خرما باز میریم یک صفت بهترین خرمایی که رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشت به نام خرمای عجبه میبینید شکل کیلوشه نه ما في دیگه شوف يا خرمای که انا بهترین مرحمه مرحمه سيتكنا عجبه شوف اخي كريم دجاج ونحن نشتري كثير وبكم واحد كيلو واحد لا نبغى ب 50 غالي جدا لا عارف 30 هذا كنا نبغى هذا ناكل والله شوف كله يريد يشترون بكم
چنده؟ مسئولیت میگم این نوشن نوعی با این بوم و بینترش 25 هم دارد این هم خوبتره 84 چی 84 ریال ما این انشالله 84 نه 42 ریال میکنه میگیریم 42 ریال 35 میکنه میگیریم o sağlık. Aynen. Hacva, hacva. Hacva. Ona kaç lira? 5 kilo. Ona o Çansın mı da? Ancosu. Ancosu? Arzon da kadar. Çampın üstüne çizik. دوستان عزیز تا اینا سوابق کردن اما انشالله با دیگر نموداش با شما نشان میدیم خدا خواهد نه برادران انشالله کدوم همون خیماش برای بسیار محفوظ شد حجوه حجوه اینو شما محفوظ هستید سر حجوه حجوه قربای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او یکی حجوه مای دانشجوها و سخت میشوند اون آورده اکای بابا جون به چشش کنین نسبت دیگرو چی فرقیتی داره؟ از میگه که نسبت این دیگر که در دیگر چشیدیم چی سازی داره؟ ای؟ نه بر حجره خورده باز خورده نه؟ کم تریش اینه نظر باید نسبت دیگرو دورة يا جمرة اشترينا نفسهم ب 35 لا ب 40 نشتري منك ما اغلى 40 هنا وما ما قلت لك 35 المشكلة هذا عجب اجوا عالي ولكن كم يا كيلوني ايوه كم يا كيلو دقيقة لا لا يا أخي بروسة مولى كيلو يا صدق جرام 16 كيلو يا صدق شيل ريالش کرده بازی خاطر شف شامی پسر نه شما دام شیل رو تکسی ما برادرو دیگه داشت چور ولای اجوا خودش نوع اعلا شد نوع اودی که من اعلا نوع اجوا چند کیلوگرم این اون چیز نیست اگر خروقاش شد کنه انگلیسی این نیست وای سوال میتونم که حجوه حجوه فرق حجوه از این خرمای دیگه در چی است؟ نموده خرمای جو بیاد من خودتون بینی هذا اللي ريال لا شوف كل واحد يبغى 5 كيلو اللي ريال هذا لا نبغى 5 هذا انا بيو والله 55 60 نقد ما بيو لكن هو فقط هو كلمته انت في اشتري من دول انت كلمته 50 لكن انا ما بيو 50 هذا مدينه عدوى عالي ما كلمته هذا 50 ريال هذا بيو 50 ريال مره انا حيصير هذا ثاني ما يقدر انا صدق ما يقدر هذا شوف ممكن نشتري من 200 كيلو او اكثر 200 كذا انت كلام صحيح انا ضد كذا 50 ريال ما حيصير لا انا اعرف رسول ولكن انت جيد جدا عمي انت شوف 24 سنه اليوم انا خلاص ما في مشكله لكن انا بيع 55 انا سوي 5 ريال نادر انا ما اتكلم انت في 60 ريال 55 ريال BBC in the world BBC in the world all of the people can come to you come only to you to see you and watch video in YouTube
all of the TV show you, and all of the person come to you, only come to you. Okay? Russian TV. Okay. Every That's person now good. watching you. Yes, yeah. لا 45 45 كنا ناخذ 40 مرة. لا لحظة لا. صعدوك تناسو. ما شاء الله. شيل كينات. انت يجي انا مكتب كم؟ 1 ريال، ريال ليه؟ ريال بس. لا دحين شوف انت بتسيبه انا ايش فايده؟ انا كم ريال حجاج هنا كثير على فكره. 100 حجاج بس كلها انا زعيم. شوف اسمه 100 حجاج انا في اسمه فهم انت حقك انت ضيوف. انا يجي 1 ريال مصرف خسن انا الحمد لله نعمه انا فيه على طول. انا ما انتظر. 45 لا بس. لا انا ما انتظر انا فيه على طول. انت Hanjo kamna kya? مقصد की खोजना में 2 kilo में दबते 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. چندی کیلو سن؟ Hanjo بهترین نظر دیگه جو 80 در 80 صورت دیگه که 25 کیلو گرفتیم این هم مزهش دیگره و هم لذتش دیگره. ان شاء الله مرحبا. ماشاءالله مرحبا معنا my friend. Thank you. هذا النوع ما بيسمى. نروح بالك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Hadi. Salam alaikum. Salam alaikum. Welcome, welcome. Good. Maybe. Hajwa? How real? How real? Real. No, real. For real? 3.5? 3.5 real. Hajwa? Hajwa Marina. Mashallah. Yes. Yes. Samboy TV YouTube. Good. Russia. Salam alaikum. Hajwa. Why not Hajwa? Hajwa. Good. Dale. Barların aziz sözlerine davet. Böyle Hajwa canlı. Okay, Samboy TV که تریم YouTube. YouTube ان شاء الله ما شاء الله. در اینجا خواهد ماشام دارد در اینجا تمامان یکون کس نیست باز میریم نبینیم خواهد کنسیتن باز در اینجا چون خوفا در اینجا بخواه چی با نخطا و جاروکو و پیستا و بودون این بزرگ در درونی باقی خورما هست نه برداران عزیز Hajwa Diro ریال 35 ریال این هی چه فرق داره اوه ماشاءالله بهتر میشه بگیری Hajwa 1 kilo
باز میبینیم که چقدر خورما خرید کردم میشه. بعد اینجا میگیرم. عجبا. 1 کیلو. اوجی جا پولش است. نه برادرو در اینجا پولشم میاد میسپره. کس پولشم میسپره میگذارم میرم. خالد بوچی ماشاءالله وش محمد وين الباص بس فوق الباص راح سجل الباص سجل الباص سکیت کاکا برای یک بار دیگه برای شما یک چرخ میزنم جورد خورمای بزرگ خورما را در بینید خورما من اینشم یک نمود خورمای 30 ریال است. دوستان عزیز من باری دارم که شما در حقیقت ندیدید 99 رویشون ندیدید انا اکنون ماشاءالله و خاطر شما من با خورما آمدم و باز این بازار خورمایی که در اینجا شما دیدین نواربرداری کردم تا که شما 99% نه 89% ببینین ماشاءالله وقتی که اومدین از اینجا خورما دارن از دیگه جا نخرین از اینجا بیاین خورمای نفت کشت خوب و این باغ خورما را تماشا کنید ماشاءالله من اینجا برای مردم با بشکه آب موندگی هم که مردم آب بخورن ماشاءالله رفتیم خورمای نیکولا خان باید در اینجا با بزرگچه هست که نیکولا خان دارن تدا هاف ریال 10 ریال 10 ریال بگی میخریمش اتوبوس دا بگی میخریم ای بچه نمیخریمش بگی شوخی کن باور کرد نگیری سامبوي تبي كترمبور تبي كترمبور وكي يوريك في يوتيوب مسلم الحمد لله روسي مسلم الحمد لله ما شاء الله سبحان الله أنا عزيز ميري ما شاء الله سبحان الله وعليكم السلام. Can you tell me about this place? Beautiful. Is it only beautiful? Alhamdulillah. Only beautiful. Beautiful. And a lot of person, a lot of men and person. What if they are come to here? I am Algeria. Algeria. MashaAllah. Alhamdulillah. سلام علیکم. سلام. خداحافظ. برادران عزیز بسیاری از اینها تنها کمی هم زبان انگلیسی میدونن و خودشون هم معلومات ندارن درباره اینجا که و خاطری که اینها همشون ماشاءالله مهمون هستن در اینجا. ماشاءالله نوار ما با آخر میرسد. دوستان عزیز باوری دارم که با شما این نوارهای ما ماشاءالله معقول میشود و باز انشاءالله درست باشد. در فرضی اومدم انشاءالله که با در فرضی خدا خواهد من نوارهای بهترین با از این نوارها دارم از بهتریناش با بهترین انشاءالله نوار برداری میکنم و پیشکش شما خواهم کرد و خاطر دوستی و زیاد شدن مهر محبت نسبت شهر مکه و مدینه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و غیره. تو بازی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا ببینید چقدر اتوبوس زیاد است، چقدر مردم جمع شدن ماشاءالله. به سلام علیکم. سلام علیکم. BBC
هذا автобус шарабон. ана бардора автобуси мо аз дигар автобусҳо ҳеҷ фарқияте надорад. гаштани мо тамоми ҷо боғи хурмо ин ака самбои телектерим бо мусаф амҷа суда الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الأمي الأمين الزائرين وحجوج المحترم موقع سيوم سفر زيارتي مو در مدينة منورة بعد أحد وبعد مزرعة کتابخانه که صادر قرآن شریف کلام الله شریف را میکند و این کتابخانه به نام ملک فهد ابن عبدالعزیز آل سعود است. انشاءالله موقف سوم این سفر زیارتیمان به همین کتابخانه می شود. خدمتی که چگونه گفتیم آل سعود به خود عنوان خادم حرمین شریفین دادند و به همین نام به عنوان دادگیشان خودشون فخر میکنند. توانستند در هر دو کنار عالم اسلامی در اطراف نواحی جهان اسلام خدمت خیریه خدمت بخفیه برای مسلمانان تمام جهان میکنند. از جمله همین کتابخانه است که 1985 سال بنیاد می‌گردد در همین کتابخانه و سالانه 18 میلیون نسخه کلام الله شریف قرآن را صادر می‌کنند. تا امروز همین کتابخانه برای خدمت مسلمانان جهان 361 میلیون نسخه کتاب قرآن صادر کرده است و در تمام اطراف و نواحی عالم اسلام توزیع نشر گشتند. بغیر از اصدار قرآن شریف خب این مکتبه یعنی که این مطبعه است این یا مصنع زواد کتابخوانی قرآن بگیم. بغیر از این چنین کتاب‌های را نشر میکند و به طبع میرساند که چاپ میکند کتاب‌های را که وابستگی به معانی قرآن و لغت قرآن و اینچنین به گراماتیک قرآن هستند. جمله اینها کتاب رساله های خودرد و کتابچه های نیز درباره بعضی آیات های قرآن نیز همین کتابخانه چاپ میکند و تفاسیر و ترجمان قرآن های با ترجمه دار رو نیز همین کتابخانه بگیم توسط همین کتابخانه به چاپ میرسند. خب اینا به خاطر ما در برنامه این سفر زیارتی ما به این خاطر کردیم که خودجیان یک سفر دو رو در روز را می آیند برای همین یک بعضی موقع ها یا که بعضی چیزهایی هستند که در اینجا یک شهرت دارند یا اینکه یک واقعه تاریخی دارند که به همین موقع به همین جا نسبت داده شدگی همون حادثه تاریخی برای همینم با دیدن و مشاهده کردن تماشا و زیارت همین جاها انشاءالله تفکر انسان یا که مفهوم انسان را وسیع میکنند. و بعد مطبعه انشاءالله با سفر مانا به موقف چهارم و خندق قبلتین و مسجد قبا میکنیم انشاءالله. الله تعالی مغفرت همه گناهان ما را بکند و خداوند از سرکشی و نافرمانی ما را نگهدار باشد و الله تعالی این عبادت‌های ما را عبادت‌های مقبول و مبرور بگرداند. آمین یا رب العالمین.
Assalomu alaykum do'stlar aziz. Shuma bugün در کانال سامبوی تیوی کتریم بود که این سفر زیارتی رو ما همچون توریستیسکی منوار گرفتیم تا که با پورگی شما تونید که این جاهای زیبا این منظره ها رو تماشا کنید نه اینکه پارچه پارچه هر ویدیو که باشد 1 مینوت تماشا کنید و آرزوی دریغتون در دلتون مونه که شما این جاها رو با پورگی ندیده انشاءالله که در کانال ما با پورگی دیده لطفاً دعا کنید که انشاءالله ما در فرضی بیایم که با دیگر جایهایش رو با پورگی نوآوری کنیم و پیشکش شما کنیم. Hello my friend. Hello. Good. كيف حالك يا عبد الله؟ سلام علیکم دوستان عزیز. این شهر مرکز انشاءالله که ما با کتابخانه میریم که در اینجا شاید شما میدونید یا که فهمیدید یا که ندیده باشید ندونیده باشید نفهمیده باشید انشاءالله هم میفهمید میبینید میدونید اینجا کتابخانه قرآن هست انشاءالله میریم نوآوری میکنیم و پیشکش شما خواهیم کرد تا که شما با پورگی این جایهای زیبا این شهر زیبا رو کار و فعالیت این شهر این دولت رو ببینید با پورگی تا که همطور اومدن شما لکه تیار باشد که در اینجا دیده نوارها رو تماشا کرده که انشاءالله شما اول با کجا میرین بعدا با کجا میرین و بعدا با کجا رفتن در کار تنها اومده ماشاءالله بهترین است اومده زیارت کردن لیکن باز درباره تاریخ دولت درباره تاریخ شهر درباره تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حیات فعالیت زندگیش و کتابخانه‌اش ماشاءالله کتاب قرآن که هست درباره تاریخ کتاب قرآن درباره ابوبکر عثمان ماشاءالله بفهمید مچتوش رو ببینید خانه هاشون تاریخ در تاریخشون چه زندگی کردگیان چه کتاب ها را خوندگیان در کتابخانه ماشاءالله اون اطلاع خواهد نشان بده که قرآن کدام نمود کتاب ها است بغیر از قرآن تفسیر قرآن است پیرواد قرآن است کشفیات نفران هست که باز کتاب قرآن رو به دستشون دوختن و دستشون نویستن بسیار سوره انشاءالله که خدا خواهد موزه کتابخانه هست باز دوره در اینجا موزه که در نزد مشت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است در مدینه مشت کلونده بازی ریمان رفته ایستاده است ماشاءالله درازی شود در فرضی که بیم انشاءالله ما اونجا را نوآوری میکنیم و با شما نشان خواهیم داد دوستان عزیز در اینجا خیلی هواش گرم است این فراموش نکنید که در حالتی که شما گرمی را مرز نمیبینید در زمستان بسیار رو فکر میکنم که 25 تا 30 گرادس روز 27 تا 30 گرادس ماشاءالله گرم میشود در تابستان باشه اگر طاقت گرمی نداشته باشید در چطور بیایید کتابشون در دستیار ماشاءالله در اینجا کتاب میدادن که در اینجا کتاب ها هم نشر بشن یعنی چوب کرده میشون کتاب قرآن ماشاءالله شاید که برادران ما را یک گونه قرآن که میر محمدشون زیاد شد رفتن نشان بدیم شما سلامت چی میگفتی؟ خب میگه که در همینجا نوبت نیسته در اومدن فقط این هم خیلی در اینجا نوبت نیست و نوبت کسی میدونی این چند بیسته شکر فکر دیگه میگه چیه؟ میگه 10 مینوت هم میکنه ممکن آب شیه بود بگو چی بدونه چی میبینه اونجا برپرس کتابخونه بس ممكن ادخل لا افهم يا احد بس اسمع
ما ادري 10 دقيقة ربع ساعة متى ما هذا دخل 200 300 ما دخل واحد الاخر 100 الحمد لله الحمد لله رب العالمين ما همگی خالصانه از خانه‌های خودمان برای ادای عبادات و زیارات اماکن مقدس آمدگیم. برای همین هر جایی که هستیم یعنی بعضی جایی که ما در اینجا قرار میگیریم و اراده ما نمیشود، یعنی خواستی ما مهمونیم، خواستی میزبانو چخیلی که باشه در اون میشود. باقی همه در دست الله سبحانه و تعالی است. الحمدلله ما مطبعه ملک فهد ابن عبدالعزیز مطبعه است که نفرانی هستند که حتی تا 13-14 بار حج آمدگی‌اند، ختمه بودن مثلا گفتن که یگان بار اینجا آمدگی نیستیم. الحمدلله ما در این سفر زیارتی همون به زیارت‌های جاهایی که مخصوصا شهرت دارند این سیوم موقف بود که ما زیارت کردیم، یعنی مطبعه ملک فهد ابن عبدالعزیز. خب موقف چهارم یعنی موقف اسبوعی که ما در اون بریم معنی میکنیم مسجد قبلتین است. مسجد قبلتین در 4 کیلومتری از مرکز دور از مرکز مدینه منوره جایگیر شده است. نامگذاری مسجد قبلتین به خاطر است که نماز ظهر یا عصر بود که الله ذوالجلال از بالای 7 طبقه آسمان با محمد پیامبر صلی الله علیه و سلم که نمازش رو به طرف اقصا می‌گذاشتند امر کرد که فول وجهک شطر المسجد الحرام، شطر مسجد الحرام. از این به بعد قبلتون رویتون رو طرف کعبه میکنید و نماز میکنید و در همین مسجد در همین موقع اصحاب نماز میخوندن. در همین موقعی که بعد از اون مسجد بنا شد نماز میخوندن که 2 رکعت نماز ادا کردن. نماز عصر که خب بشارت دهنده آمد با آنها خبر داد که از جبریل امین وحی آمد که نزول وحی چنین بود که باید که تبدیل یا تغییر قبله کنید، روتون از اقصا به طرف کعبه مکه مکرمه کنید. در 2 رکعت دیگه و یا 80 گرادوس میشود دیگه 80 گرادوس با خوردن و باقی 2 رکعت نماز دیگری شما در آن بخوردن. و همین خاطر همین مسجد در اینجا مسجد بنا کرده شد و همین مسجد قبلتین دارد. خب یگان امر از جانب رسول صلی الله علیه و سلم برای نماز خواندن در اینجا نیست. همگی برای آنکه مسجد در نماز ظهر در مسجد نبوی اسپیت کنیم بخونیم، برای همین در اینجا همگی 10 دقیقه برای کسانی که طهارت دارند میدارند همین اولی چی داخل میشوند 2 رکعت نماز میخونند. اما محرابا را میبینند که اول این طرف و بعد این طرف گشت قبله تماشا میکنند. کسایی که طهارت ندارند اجازت داخل شدن به مسجد دارند، اما ما وقتی ایستادن که باید طهارت کنن نداریم. تو بعد خندق میریم طهارت در مسجد قبا میکنیم، در اونجا با 2 رکعت دیگه نماز بخونیم که بر 2 رکعت نماز خوندن در مسجد قبا امر از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. برای همینم اون چیزی که سپارش میشود برای آسان کردن عبادات و زیارات شما است، برادرها همین چیزا رعایت بکنه. خب هیچی اشکالی ندارد که شما قبلتین ببینید، مثلا اونجا ببینیش حتی چی داخل هم نشه، حتی ببینیش بگرده مییم. برای اینکه وقتی مونه مثلا 20 چی نکنید، بعضی ها به حد 20 هم هستن. برای همین 10 دقیقه وقت. خب کسی دیر کنه خواهد 5 دقیقه دیگه اینا بگیم چیش بکنید. در باوی چی میکنیم منتظر نشید که کنسورت در برای خب مسجد قبلتین کسایی که با شتاب با سرعتر بگیرید، مثلا کسایی که
خوب باید 15 دقیقه همه کارا میکنیم. اگر اگه مستفیدی و موجود چی نباشیم 15 دقیقه هم توراب میکنه هم در کلموز میخونه هم میای در اتوبوس میشیم ان شاء الله. پیش برا نماز خونده تو بیا اتوبوس. همین نماز خونده درو بیا یکی دیگرانش هم اسپیکتی. کریم اما چی تمیه؟ این 15 دقیقه فقط برای آدمای سن سال کلان، برای زنا، برای نه چیه؟ برای خیلی باجون باجون 3 دقیقه 1 دقیقه برای تورات کنی 2 دقیقه برای تورات دارو چی؟ نه چی نخره؟ وقتی شد بشه همون شیر نخره سمت فهمیدم اینجا در کن نیستم بسم الله الرحمن الرحیم با دقت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمي الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد این موقف اول از ما احد، دوم مزرعه بود، سوم مطبعه، چهارم مسجد قبلتین. انا تو میریم با موضعی که در آنجا جنگ احزاب شد. انا همونجا را مکان 7 مساجد میگن که در آنجا 7 مسجد های. انا همون معرکه را یا که همون غزوه احزاب میگن و اینچنین غزوه خندق میگن. احزاب به خاطر میگنش که در همینجا بر ضد رسول صلی الله علیه و سلم احزاب یعنی جمع حزبها، تمام حزبهای داخل قریش و قبیله های دیگر غیر از قریش همه کسا متفق و متحد شدن بر جنگ بر ضد محمد صلی الله علیه و سلم و لشکر زیاد آمدن و نزدیکی اطراف مدینه برای با پررگی و با کامل نست نابود کردن انصار و مهاجرین یعنی مسلمین پیروان محمد صلی الله علیه و سلم. خب برای همین این جنگ رو یا این غزوه رو غزوه احزاب میگویند. خب و نام دیگرش غزوه خندق به خاطر میگن که در همین موضع با توصیه صحابی جلیل سلمان فارسی پیامبر صلی الله علیه و سلم که سلمان فارس را میگوید سلمان از من است یعنی از خاندان من است و پیامبر صلی الله علیه و سلم با گذاشتن دست مبارکش بالای کتف سلمان فارسی میگه اگر علم تا ثریا برود فرزندان فارس آن را به زمین برمیگردانند. یعنی با علمداری رو و فرهنگداری رو با مردم فارس نسبت میده رسول الله صلی الله علیه و سلم که سخنش سخن الله است نه اینکه از تجربه خودش. بعد در همین جا سلمان فارسی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مصلحت میدهد که در همینجا خندق بکنیم و با کندن خندق خب واسطه می شود که همین خندق واسطه می شود که مشرکین در اینجا با همه اتحادیهشون با همه اتفاق شدگیشون چی میکنن؟ مغلوب می شوند در جنگ. همون موقع در رو برای ما خب بعد همینجا بگیم حتی بنی نظیر در در مدینه که همراه رسول صلی الله علیه و سلم عهد کرده بودند که هیچگاه اگر بر ضد شما کسی لشکر بکشد ما با او همراه نمیشیم. عهدشون میشکنن با احزاب و مشرکین یکجا میشوند و بر ضد پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ میکنند. بنی قریظه میگه ما بر ضد ما نه این طرف میشیم نه اون طرف اما در بدن رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا باید با زنها یا که با باقیمانده های عاجزان و ناتوانایی که در مدینه زندگی بدن بر او هجوم میکنن. انا همین قصه است که در اینجا نمیفرویم. مسجد خندق من داره
همه افطوبوس فقط همین هم میبینیم میگذاریم میریم برای اینجا یکون جای چی نیست همون موقع یا همون موضع این همینجا یکون چیزی بگیم اینجا میبینیم Интересный. بگیم که باید اداش کنی یعنی ضرور باشه در اینجا نماز خوندن یا که یکون جا باید چی کردن برای همین شویم بکنن که از همین افطوبوس ببینیم این همه خطی تمام هست بعد این به مسجد قبا میریم انشاءالله این موقف ششمی نو بشود یعنی ایستگاه ششمی سفر زیارتی ما در مدینه منوره مسجد قبا می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم انا همین مسجد را با دستان مبارک خودش اولین شخص می شود که لای میکند اولین شخص می شود که سنگ میکشد و دیوارهای اولین انا همین مسجد را در عالم اسلام بنا میکند خشتاش را میگذارد و بنا میکند مسجد قبا اولین مسجدی است که در اسلام بنا نهاده شده است در روی زمین اولین مسجدی که بنا نهاده شده است حرم الله کعبه مشرفه در مکه مکرمه است و در جهان اسلام در عالم اسلام اولین مسجدی که بنا نهاده شده است و آن هم اولین سنگگذاری و اولین خشت‌هایش با دستان مبارک محمد نبی صلی الله علیه و سلم انا همین مسجد قبا است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که هر کی روز شنبه از خانه‌اش طهارت کند چی سواره چی پیاده به مسجد قبا بیاد و 2 رکعت نماز بخواند مثل آن که یک عمره کرده است یعنی برای او ثواب یک عمره داده می شود برای همین بگیم آخرین موقف ما مسجد قبا می شود در مسجد قبا 2 رکعت نماز می کنیم به همین خاطر خب سفر زیارتی ما با وقت می رسد در مدینه منوره و نماز ظهر را نماز پیشین را اگر خب تونستیم رسیم به جماعت در مسجد نبی یا اینکه اگر نتونید امام هم که در اون مکرمه که بگیرم کردیم میریم در اونجا به جماعت در مسجد نبی بخونیم نماز پیشین برای همین در این جمع یک کمی به سرعت‌تر باشه خب بعد اعلان دیگر همینه که ما پیشکی خبر میکنیم بعضی خبرها رو 24 ساعت پیش میکنیم که به همه چیز آمادگیتون رو بگیرید تو فقط نماز پیشینه 24 ساعت وقته بگیم 25 ساعت پیشتر اعلان میکنیم که برادرها فقط با خوندن پیشین مباشرتاً بگیم زود بعد پیشین ما باید کامنت‌ها را خالی کنیم از کلیتا را در دست کلیتا را همشه باید بسپوریم در دست من کامنت‌های کیچی های کامنت‌ها را بیاره بسپورد خب چند کس بدن چند کامنت بدن می نویسیم شد و ما باید در چی را بسپوریم انشاءالله با ترک کردن مسجد نبوی یا مدینه النبی و رأس پا به مکه میگردیم کسایی که احرام نگرفتن مردا برای زنها همون لباسی را که عوض میکنن در مقاد یعنی در زلفه همون احرام حساب کرده میشود برای دیگه آنها نموش نه نه خب انا برای مردها باید که احرام کسی که نداشته باشد احرام بگیرد برادر اهل دین در مبین ما هست هممون یک جویشینه یک نماد احرامی که هم کچیساش خوبه هم سفیدیش هم خشونای احرام خشونای 40 ریالی گرفته هم احرام را میگیره همراه خطشان میریم از مدینه در برآمدن مدینه در مقداری که پیامبر صلی الله علیه و سلم محض خود پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه اصحابش در همونجا احرامشان رو بستن ما هم در همونجا احرام میپوشیم و نیت میکنیم در همونجا این اولین فرض عبادت ما میشود یعنی همین سفر طولانی که ما کردیم این زیارت هایی که کردیم اینو در آمد سفر بودن در آمد سفر بودن اصل مقصد ما برای خاطر ادای عمره است که عمره ارکان دارد 2 رکن دارد عمره ادا نمیابد
مگر اینکه انا همین دو فرض و انا همین دو رکن عمره رو به جا نیاریم که اولین رکنش فردا یا پگاه در ذوالحلیفه در میقاتگاهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه هزاران صحابی در همانجا احرام پوشید و از همانجا نیت کرد تمسک کننده به سنت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیروی کننده با سنت نبی صلی الله علیه و سلم همونجا احراممون رو میپوشیم و در همونجا نیت میکنیم با گروه 14 چلیت با طرز خطی نیت و با طرز لفظی نیت رو میفرستیم در ذوالحلیفه و با همین دو رکعت نماز احرام میخونیم که در اول رکعت اولش بعد الحمد قل یا ایها الکافرون و در دیگریش قل هو الله احد و با همین بعد از نیت کردن لبیک گویان اصدقائي وحبايبي كتير الراجل المشهور الناجح دايما بيكون ايه خلاصه فانزات که كتير چیزی که مهم است در این چیز فقط وانا عندي فقط عندي فانزات كتير وانا زيك آماده باشن که بعد کشید ما باید مدینه رو ترک کنیم. عامل ايه يا اشرف ابو ضبط اخی الله اتفضل يا باشا خیر بگرداند هر نیتی که ما کردیم برای ادای زیارت اماکن مقدس در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. پروردگار ما بندگان خالص تیم، پروردگار با هزاران امید و هزاران آرزو و حرم پیامبر تو و مسجد پیامبر تو آمدیم با هزاران امید قبول دعایمان و هزاران امید قبول سلاممان در روبروی پیامبرت صلی الله علیه و سلم نشستیم و پیامبرت سلام فرستادیم بر دو خلیفه، بر دو یار دوست قریبی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم که آنها را عزت و منزلت بودی ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم جمیعا بر آنها نیز سلام گفتیم و بالاخره با گذشت این ایام و با گذشت این مهلت‌هایی که شاید سالها بعد از ترک در یادهای ما بمانند خداوند هر چیزی که گفته باشیم پروردگار رو هر نافرمانی اگر کرده باشیم پروردگار رو هر نقص و کمبودی که اگر در این سفر عبادتمون کرده باشیم پروردگار رو رحمت و عفو و غفران تو بزرگتر از این کمبودی های ما است. پروردگار ذوالجلال عزیز و مجید این کمبودی های ما رو از بحرشان بگذار و گناهان ما رو مغفرت بفرما و سلام و لا بس انت ما تكلمنيش يعني هم مش صغيرين احنا بنتكلم مع الناس انا كلمتهم مره واثنين تو قبول کننده و مستجاب کننده دعای یا ارحم الراحمین یا غفور و یا عفو و یا رحمان برحمتك یا ارحم الراحمین. یک خدت کو ما چرا بینی؟ چیک تای طرف نه نه بلوک ما geç kan kurs ayda bu cumhur istesi bu cumhur mahluta tamam cumhur mahluta yine ne yine ostan bir kafeye ne verir bu Allah peşkin hemşire bini Baytullah aval durku koyonku bat peşkin aval durku koyonku akı peşkin din şöyle kişiler جوا ترى يا ما شاء الله عيب ده يخمس ما شاء الله شوف هم ما يعرف شكلهم قتلوا ده مقابل هو ده ما مين يا ما استشعار ما بدنا تشكرنا دیده بعیده میبینی یا قیده ولی لو اکران کلون میبینی کلون قطعی دستانه جمون اینه نیدمون پیش کافو میکنم سینی کافو بجو کنم او اینه پاست بلو میشه اسمش
sozam. Video çadak joyon. O çadı ne dak joyon? Yanga sozi. O çacan bolay ham saat dayam. Oh. Ne? Ne o çacan? İnşallah nasip. İnşallah. Ya beş nasıl ya? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tamam. الحمد لله خدا را شکر. رحمت شما دا مبارک بردن نصیبتون کنه. البته در بلندی 500 متر دو کردیم که خداوند همتون با همجا نصیب گردن. آمین. Wi-Fi. Sozan tencen. Привет, Кирилл, колесо. Нормально, ты как? Иншаллах. Xudo xohlasan, duo qilamiz. Алейкум вассалам. Аллах ва шукр, всё хорошо. О. Джон? Джон. Чӣ мегӣ? Оли хай зангтон мезанам пешум ба одама. بخیر زنیت گرم قدری کامرا جان سلام علیکم دوستان عزیز بعدش میدونه که عملی بد کار شده و بعد تسلیم عملی بد شاید مورد عفو خداوند قرار بگیره یا اینکه روزی میشود که این بدکاری شده یا اینکه این راهی کجش روزی میشود برمیگردد اما گمراه کسی است که ادعا و زعم میکنه که گویا که در راه حق باشد گویا که در راه راست باشد برای همین پناه بطلبیم از خداوند چون که در بزرگترین نعمت خداوند وقت هدایت الله است در ضد هدایت الله تعالی در مقابل همین کلمه گمراهی نیست برای همین هم گمراهی بزرگتر از کجروی بدراهگی است ما همیشه از پروردگار طلب بکنیم که خداوند ما را در گمراهی قرار ندهد برای همین هم حتی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیش پروردگار که پروردگار ما را راه باطل و ما را راه حق نشان بده و نصیبمون بگردون که در آن راه باشیم و راه باطل نشان بده و نصیبمون بگردون که از آن راه دور باشیم ما هم در پیروی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که الله در کتاب خودش رضایت خودش را بر بالای آنها اعلام کرده است با امید که پروردگار از ما راضی باشد از الله تعالی همین دعا را میکنیم که پروردگار ما را نصیب هدایت خودش بکند پروردگار ما را نصیب دور شدن از گمراهی بکند پروردگار ما را راست نشان بدهد و باطل نشان بدهد و نصیبمون بگرداند که ما در راه راست پروردگار باشیم و نصیبمون بگرداند که از راه باطل دور باشیم آغاز اولین سخن ماست با الحمدلله رب العالمین یعنی که با الحمدلله هست در هر صورت اولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بسم الله سخن آغاز کرده است اما هیچگاه به الحمدلله سخن آغاز نکرده است الحمدلله کلمه است که اولین کلمه است که جای اول رو در کتاب مقدس الله جا گرفته است یعنی کتاب الله تعالی به الحمدلله آغاز و شروع نمیشد برای همین موقعی که الحمدلله در کتاب مقدس دارد یعنی در قرآن داده است اولترین و نخستین جا است الحمدلله کلمه است که الله تعالی وقتی که آدم بابای ما را آفرید وقتی که از روی خودش با اون رو دمان آدم علیه السلام پدر ما وقتی که اولین بار چشماش گشود یکمین کلمه‌ای که به زبانش آورد گفت الحمدلله
الحمدلله کلمه هست است که نام پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم داخل ان همین شامل از همین کلمه است. محمد یعنی در درون همین کلمه حمد است. حمد حمدگو یا که الحمدگو کسی می شود که شخصی متواضع است، شخصی است که روزی از آن چیزی است که پروردگارش می‌دارد. اون چیزی که ما ان شاء الله در سفرمون یا که در خونه‌مون در هر جایی که باشیم از جمله در این سفر عبادتی که ما همراه داریم چی مشقت میاد یا که چی جایی میاد که از اون چیز شاید موافق خواهش شما نباشه که در اون چیز شما رو نفوره یا که موافق فوریش شما نباشد، هر چیزی که میاد انسانی که در همون حالت اگر حمد میگوید برای که اون چیزی در دست ما میاد خالصانه به یگان حیله و مکر خالصانه برای خاطر خدمت شما میکنیم. ما تشکیل کننده یا مؤسس کننده تحت جوابگری اول پیش خداوند دیم تحت جوابگری ریاست خودمون در ریاستی که عضوی ریاستی که ما داریم تحت جوابگری در تحت هوای کوشش میکنیم که به یگان خطاگی برای کسانی که همراه ما سفر هستند خدمتشون بکنیم. جایش میشود شاید که مثال موندشتگی باشیم به هر حال کوشش میکنیم که خودمون را بداریم تا جای را خدمت شما را بکنیم. اما ما هم انسان هستیم، اگر جایی میشود که انسان خداوند انسان رو در قرآن کسی که ناقص است یا کسی که خام است گفتگی است، برای همین جایی میشود که اگر از جانب ما یگان خامی شود از جانب شما اگر مورد بخشش یا که مورد چی قرار بگیرد انشاءالله این همان علامت حمد گفتن الله تعالی است. مراد از حمد گفتن عملا است، نه مراد از حمد گفتن فقط به زبان راندن است. برای همینم چی مشقت می شود چی مصیبت می شود همراه اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که عهد بستند با محمد صلی الله علیه و سلم در این سفر حجشان گفتند که چی نقمت است چی نعمت است، یعنی چی عذاب است چی راحت است. ما عهد کردیم که با تو صادقیم راست روزیم از اون چیزی که تو میکنی با محمد صلی الله علیه و سلم. برای همینم یعنی در حالت نعمت در حالت خدمت خدمتیت اگر اظهار نعمت بکنی این کلمه شکر است. کلمه شکر در برابر نعمت خداوند آدم اگر اظهار نمایش این شکر است. اما چی در برابر نعمت و چی در برابر مصیبت اگر انسان اظهار جواب نعمت های الله تعالی بکنه اینا حمد میگن. کلمه حمد کلمه است که بزرگتر ای شکر است، یعنی شکر در داخل حمد میبره. معنای کلمه حمد وسیعتر است ای حمد. برای همینم حدیث قدسی که صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را از پروردگار خودش الله ذوالجلال روایت میکند، یعنی حدیث قدسی همینا میگن که از الله تعالی روایت میشود که وقتی که ملائکه ها را الله تعالی میپرسه که شما بنده مرا ثمره حاصل عمرش گرفته، یعنی فرزندش جانش گرفته، چی گفت؟ میگه که حمیدک و استرجع، تو را حمد گفت و به سوی تو طلب بازگشت کرد. یعنی گفت این الله حمد گفت، یعنی در حالت مصیبت یعنی اینجا منفعت نیست. آدم فرزندش را دینه بگذاره جای خرسندی نیست که بگه خدا را شکر الحمدلله. یعنی شکر در برابر نعمت میشه. الحمد هم در برابر نعمت هم در برابر مصیبت. وقتی که فرزند از اینا گذشت گفت ملائکه بسیم چی گفت حمیدک و استرجع، حمد گفت رو گفت بنو قصرا لعبد فی الجنه، در جنت یک قصر برای بنده من آباد کنید. جنت عرض و طولش وسیع است، برای هر یک انسان به مقدار مساحت یک زمین برای هر یک آدمی بنده الله تعالی راست می آید. مساحتش خیلی کارون است، اما بهتر از ما عالمتر از ما با تقواتر از ما بزرگانی بودند گریه میکردند زارا میکردند دستشان براشان ای پروردگار طلب میکردند پروردگار رو 1 متر جا هم باشد در جنت برای ما را نصیب بگردان در همونجا. برای کسی که حمد میگوید هم چی در مصیبت چی در نعمت الله تعالی امر میکنه ملائکه را که قصر برای او در جنت بسازید. برای همین اولین بگیم جای چی کردن همینه که ما یک چیزی برای موقتی سفر ما برای همین کوشش کنیم که در اماکن مقدس الله تعالی
рафтори бад накунем, муқаддасиёти ҷои ҳаминҷаро бидонем, дурӯғ рост мисалан ахтуф накунем, ҳатто барое ки бекор мешавад. дар ҳар ҷое ки масалан ҳастад беғарзи масҷидулҳаром ё ки масҷидунабавӣ, беруни ҳамин ҷо ҳараман, замини муқаддасанд, мебинем ки касе чӣ коре мекунад, имона мо овардагӣ дар муқоиса ба имони дигаро имон навардем. Мо гӯш итоаткунанда аллоҳро, пайравикунанда расулуллоҳро имон овардагием. Не ки нигоҳ кунем арабо чӣ хеле мекунанд, бинем араб ҳамон мекунад, занги ҳам мекунад, афғон мекунад, баъд бигем имон вай мекунад, муллои мо намедонем сабдай масалан бигем ита бикунем. Не, имони мо дар мо ваёра дида имон овардагӣ нест. Имони мо дар муқоиса имони мо дар итоати аллоҳ ва дар пайравии расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Замини муқаддаса қудсиятша ва муқаддасии ҳамун замина бояд ки ба ҷо бурем вақте ки ҳамун ҷо ҳастем. хуб яке аз вайронкунандаҳои ҳамин чӣ гуфтем ки ҷидол аст. Ҷидол яъне чӣ чизе ки ба болои сарат масалан мешавад, хеле сафар мушкил аст. ҳамроҳе ки ту сафар мекунӣ дар ҷое ки ту дар инҷа дар маъсият ҳастӣ, дар маъсият, дар ватани ғайри мусулмонон маъсиятш бисёртар аст. Феълан мебироем ҳама чиза мебинем маъсият. Дар ҷои маъсият ҳастӣ, шайтон ба ту вақтша сарф намекунад, кордорот надорад. вақте ки сафар мекунӣ, сафари ибодатӣ, шайтон зинда мешавад, ҳамроҳот ҳамсафарат дар бартак кореро сар мекунад ки вайрон кунад ибодатро. барои ҳамин ҳамон чизеро ки гуфтанӣ нести, шайтон мегӯяд бугӯ, ва кие ки тарота гуфт. я шарики бар мегӯяд ки эй субрат ғамнат мегӯяд, шайтон мегӯяд ки тава бугӯ, кие вай ки тура хеле гап мезанад, ҷавобш де даро, ҷавоб де. беҳтарин кори мешавад ки масалан инҷа ҷои як каси дига ақаллан бахшишам ки бародар шайтон мехоҳад ибодатро вайрон кунад, шайтон хосеса ибодатро вайрон кунад. чӣ кунем ки аввал ҳамчун як шахсе ки дар ҳамин чиз таҷриба дорем, алҳамдулиллоҳ, барои хотире ки касое ки масалан аввал рафтагианд, касое ки чандин борам рафтагӣ бошанд, дин насиҳат аст, тазаккур аст, барои аввал барои худ мо, баъд барои ҳар як касе ки мехоҳад бишнавад. барои ҳаминам аввал ҳамин калимаро гуфтем ки гуфтаҳои мо маъное ина надорад ки ҳама ба як чиз амал мекунад. касеро ки аллоҳ таоло ҳидоят кунад, ҳеҷ гумроҳкунандае вуҷуд надорад. ин сухани расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам, яъне касеро ки ин ҳидоят аз ҷониби аллоҳ таоло мешавад, на аз ҷониби гуфтаҳои мо. хуб, дарси мо бигем тавассути ҳамин таълимоти мо дар чиам гузашта, дар ватсапам дар гурӯҳ гузашта. мо ҳамин чиз бояд ҳамин чиз оғоз кунем ки пӯшчии мо хуб ҳамроҳ иншоаллоҳ дар оҷа бошем. дар Макка Мадина ҳар як санг, ҳар як омадани ҳаминҷо як пайғамбар барои чӣ иллатҳо иншоаллоҳ ҳамаша дар ҳамон мавқеҳошу ҷоеш ки мисоли як ҷо бошем баён мекунем. ҳамин қиссаҳое ки барои чӣ ҳамино қудсият пайдо кунад, ҳамаи таърихи дар бораи ҳаҷ, таърихи дар бораи ҳар як масҷиде ки дар Мадина ҳастем, ҳамин чизро баён мекунем. инҷа дигар ҷои он чиз нест. муҳими мо фақат ҳамин чизе ки як лаҳзае то тамоми намози шумо ба тарзи практикӣ баён бикунем ки рафта ва яки ягон одам худаш ҳамин группа ҷудо мемонад ки танҳо мемонад, ё ки якҷояам ки боша, ҳамин дилаш итминон қатъӣ боша ки дар сараш программа, барномаи таълимӣ боша ки ман ҳамин хел бояд бикунам ҳозир. мисол ҳаросон набошад ки ана ҳозир чӣ кор мекарда бошем, ҳамин хеле ҳаросон набошад. барои ҳамин хотирам ҳамин таълимоти мо бигем барномарезӣ шудагианд барои хотире ки пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам касоне ки ҳаҷ мерафтанд ҳамаҳоро эълон кард, ҳамаҳоро таълим дод. таълимшон ин буд ки ҳатто моро гуфт ки худӯ анни маносикакум, яъне маносики ҳаҷ, нусуки ҳаҷ, яъне чӣ гуна адо намудани ибодати ҳаҷтонро ёд бигиред. барои ҳаминам иншоаллоҳ миқдори чӣ мефаҳмонем мо, баъд касе ки чизе ки саволе ки бошад, баъд саволҳоро ки ягон нофаҳмӣ бошад. хуб, сафари мо иншоаллоҳ соати 21:00 соати 18 то 19 ҷамъ мешем. баъзе брошюрҳо шояд битиҳамон, видеоҳо наметиҳанд, я сумкаҳои метиҳанд. фирмаи Булгартур, фирмаи Булгартур бигем ҳамин ягона ҳаҷ операторе ҳаст ки официалне бинен расмӣ аз централни духони управления мусулман расӣ то вақти ҳамин вақте ки кор карда шуда, ҳатто пастрадашо аз дигар фирмаҳоро ҳам ёрдам кардагианд. алҳамдулиллоҳ
چیشا گم کردگی نیست دیگه، اما آبرویی که در بین چوی روسیه داره گم کردگی نیست. توسط بگیم همین فیلم انشالله ما میریم ای خداوند الله تعالی نصیب ممکن است وقتی 9 رجیستر سر میشود رقم رئیس نویسنگی برای همه 701 پرواز جده میشود. از جده میبریم دو گروه تقسیم میشیم، همون دو گروه هم در واتساپ ما میگفتیم که قطعی چخیل دو گروه تقسیم میشن، یعنی دو اتوبوس میشینن. در دو اتوبوس یا جویا اینش قفوی وایش یگون تا دور نیست ما میکنیم مثلا ما هم در اتوبوس میشم هم در اتوبوس برای خاطر شاید دو اتوبوس هم یگون مشکلی پیدا میشه، شاید در اتوبوس هم همگی 420 کیلومتر 5-6 ساعت شاید ماکسیموم راه باشه. در مدینه میریم به گسنتا که جا شدیم وقتی نماز نگاه میکنیم در همونجا بعد اعلام میکنیم. در جده اگر ما سیم کارت یافتیم پر اومدیم در جده میتونیم سیم کارت میگیریم. گرفتن سیم کارت نیابیزات نه که همه یک برابر میگیره، یکی 10-15 کس میگیره با 15-20 کسی دیگه بار میگیره 2-3 ساعت بعد نه خیلی ان شاء الله سیم کارت را که گرفتیم. سیم کارت برای خاطر چی در کاره که یگون جمعه سمی پرسی خوب میشه هم کارت خوب میکنیم تا با واتساپ قطعی به این جگه میزنیم. در مدینه هم در مکه در گسنسامون واتس چی داریم وای فای بی پول برای همه هست استفاده وای فای. خب با زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم میریم. اولین کاری که میکنیم گفتیم داخل میشیم در صحن مسجد، بعد میریم در میتونیم که در صحن مسجد رکعت بخونیم، با میریم داخل میشیم در داخل مسجد رکعت نماز تحیه مسجد هم بخونیم، بعد به طرف روضه میریم. در داخل روضه چقدر نمازی که میتونیم در داخل روضه میخونیم، بعد میبریم به زیارت رسول صلی الله علیه و سلم، رو بر روی رسول صلی الله علیه و سلم میسیم سلام میتیم. بعد این کمتری بگیم دست شکوفی اکوان این رسول صلی الله علیه و سلم کمتره بیت دیگهش مایدتا، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم نیم قدم ابو بکر رضی الله عنه، نیم قدم دیگه عمر رضی الله عنه، بعد این دیگه اگون دعا نمیکنیم میبریم. اوجا میبریم میریم بقیع زیارت میکنیم. همه چیزا را بود چی هم گفتم. بعد بقیع یه روز دیگه هم با همه چیزمون در زیارت مسجد نبوی میرود در نزدیکی همونجا مسجدی که هست مثلا مسجد بلال دیگه مسجدها انا بعد همون مدینه انشالله یگون دکان میریم همونجا احرام هم میخریم. پریدن به جده برای کسانی که مکه میروند فرض است که احرام پوشیده داخل جده شوند. برای کسانی که مکه میروند فرض است که داخل جده برای همین یا ایرپورت دیگه که میپرند جده پران اگر باشه، اما برای کسانی که مدینه میروند فرض نیست. برای که کسی که قصد بیت الله نداره، قصد چینا خانه خدا نداره، برای وای فرض واجب نیست که احرام بشه. ما مدینه در مدینه بعد احرام همونجا میخریم میریم در ذوالحلیفه میپوشیمش. گفتیم که درسته که کسی که در مدینه پوشه شاید کسی دیگه که همینجا پوش خوبه خیلی فقط یادداشت بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه همه اصحابش که همراهش بودن در ذوالحلیفه پوشیدن. برای همین اگر کسی بگه که خوبتره که همینجا پوشیم، اون عملی را که رسول صلی الله علیه و سلم کردگیش نیسته خوبترش حساب نمیکنیم ما. این بو هر کس خودش میدونه چه خیلی میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم از ذوالحلیفه پوشیده، همون ذوالحلیفه میریم در هم مسجد و بازی میکنیم، میپوشیم، نیال میکنیم، نمازون هم میخونیم، لبیک گفته با سوی بیت الله میریم. خب در مدینه یگون چیزی که بگیم نروشه نکنه و جنایت بشه در مدینه نیست. فقط گفتم که فقط مقدسی همون زمینه باید رعایت کنه همین چیزا. دیگه در مدینه یگون چیزی نیست که اونجا خیلی جنایت باشه، اما در مکه هستن. خب با همین خاطر بگیم لبیک گفته با چی را که رفتیم در گستنسه مکه رفتیم میسودیم، بعد 1 ساعت ایستادن اصلا درست نیست که افتامی طبق شریعت طبق که رسول صلی الله علیه و سلم کردگی بعد و اصحاب کردگیان داخل حرم الله شدی و حرم الله یعنی امیقات همونجا داخل شدی، امیقات در اومدید، بعد امیقاتگاه یگان جای دیگه برای باید که روح بیت الله برای ای روی ضروریات ما گستنسه میریم. برای همین ایستادن و گستنسه درست نیست. بسیار نیم ساعت هم میستوره، 1 ساعت هم میستوره، 2 ساعت 3 ساعت اینوش بیوتیم به اهمیتی به اعتباری نسبت به خونه خدا کردگی. اولین کاری را که باید بکنی باید اول خونه خدا را زیارت برای. برای همین ما مکسیموم در همونجا بعد تقسیم کردن همه چیو ویزیت همونجا میگیریم برای همه میتونیم ویزیت گستنسه میبریم چی میریم.
بیت الله لبیک گفته همون جا بیت الله خونه خود زیارت میره. اگر ویزیتا برای خاطر هست که خب برای قطع احرام تصمیم میخریم وشمیشو میخریم. وشمیشو برای خاطر داخل حرم نشست مسجد قدم بریم اینجا پولیج میگردی تصمیم میخریم برای خاطر هست که تلفن رو پلوت میمونیم. همه اجازت هست. دیگه یگون چی پوشیدنی یگون چی در پول نیست. خب بعد با همه کسا رفتیم یه جا در داخل شدن مسجد الحرام بگیم خونه خودم میدونیم در داخل شدنش دعا است. دعا را هم میپرسیم در واسه هم میخونیمش هم انت یه جوه بگیم انت با شکلی بگیم زنده تا دعا را میخونیم. داخل میشیم بعد داخل شدن بیت الله هم میبینیم میگیم این مسجد اگر ما داخل شدیم بیت الله هم میبینیم با دیدن بیت الله دعا دعا همش میسگیم اللهم زد هذا البيت تشریفا و تعظیما و تکریما و برا. پروردگارا این خانه رو بزرگی و شرافت عظمت رو دهی. پروردگارا بزرگی عظمت شرافت این خانه رو تو زیادتر بگردم. از زبان ترکی ترجمه شون بدیم. این دعا یعنی این برای خاطر چیه؟ دعا رو نکنیم. هم دعا رو نکنیم چیه؟ احمد که دعا کردن همین دقیقی همون سنگ تو خوردن هم هیچی نیست. علامتی که انت همه چیز رو رعایت میکنی علامتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله قدر شده نیست پیرویش میکنی. علامت همین است که الله تعالی را بزرگیش هم میدونی اطاعتش میکنی. همینه. انا بعد بگیم ما داخل میشیم. این همین به همین شکل است بگیم. مثلا این چرکن داره. ما بگیم از جای داخل میشیم که انا همین خیلی است. همینجا مثلا ما میایم داخل میشیم. انا همینجا این در همونجا یعنی درش در بلندیه داره. انا همینجا حجر الاسود است سنگ سیاه. انا همون سنگی که از جنت اومده که همون سنگی که درباره فضیلت چی گفتیم همون سنگی که بگیم سنت بوسه کردنش یا اشاره کردنش یا گوش رسوندن سنت است. همونجا با پوشیدن احرام تو احرام پوشیدگی احرام پوشیدگی برای نشانات احرام را ما در ذوالحلیفه پوشیدگی. احرام گفتیم عبارت از دو لباس است. از دو لباس اگر اینشا در بالا پوشیدی اگر هر دوش یک زن هر دوش یک هم مثل که در بالا پوشیدی اینشا ریدا میگن. اینش ریدا است. اینه که در پایان میپوشی اینش ایزار. خب اینا پوشیدنش همینه. برای چی بگیم پوشیدن احرام برای خاطرش که بعضی‌ها خیلی میروند. بعضی‌ها مثلا تا میبندنش بعضی‌ها همین خیلی میبندنش بعد در بلوش تسمه را میبندن. راه گشتن هم میشه بعدی خیلی. همین وقتی که راست بسش کن راه گشتن میشه. برای اگه دیگه چی نداری این پود میزنه یارا میشه. اجازت که پیش احرام خوبتر پیش احرام وازلین یا اگه نمود روغن اسمش کریم بگیری که در اینجا تو مثلا ببندش خوب میشه. برای این ممکنه هم است اجازت هست بعد ضرر هم نمیکنی. فایده داره ضرر نداره. پوشیدن احرام برای همین چی خیره؟ پوشیدن احرام برای که آزاد راه بگردی نمیتونی شمی خطی خدمت کردن یعنی که از اون چیزی که نشان کردن احرام خلاف سنت رسول صلی الله علیه و آله کی اجازت میده. مثلا بعضی آدمای اجازه میدن حاضر در این باره ما میگیم ان شاء الله پوشیدن شدتیم. پوشیدن احرام هم با طرز ترکی هم با طرز ترکی وسیع تر میمونه پوتا برای پوشیدنش. یک کنش بگیم میتونی میگیری سخت‌تر کنش میقفی میاری نشینم خب محکم تمام. ای بلوی تسمه داری هیچ کار نمیکنه. تا بگیم راه گشتن بگیری هیچ کار نمیکنه. تو کی تاسو میپوشن هم طریقتی بعضیش چی میکنن تو هم طریق خاطی توپور میپرن باشه دیگه اون ضرر نداره. خدمت تا خیلی باشه خدمت موندن میگیری. خب قسم دیمیش اینا در ذوالحلیفه بگیم در میخواد وقتی که میپوشن. خب قسم دیمیش در وقتی که در ذوالحلیفه میپوشیمش باید اینا خیلی پوشیده شود هر دیکتفود محکم باشه. من تا پوشیدگی تنجا بسن با تو مکرم تو می گسنیسه در میدوریم بعد از گسنیسه وقتی که مکه میبریم میریم بگیم این همین ترین به همین شکل پوشیدگی. خب وقتی که داخل مسجد الحرام شدیم
داخل مثلا همین طواف ما را طواف قدوم و طواف عمره میگن. یعنی همین طواف یکم پوشیدن احرام در میقات امرودینیت فرض اولی نماز چی؟ عمره ما بود. دیمش انا همین طواف هم. طواف ما وقتی که داخل پیش همه خود رسیدیم ایش اون که آغاز طواف ما نمی جای یعنی حجر الاسود و در رو بروی حجر الاسود چراغک سبزه کینن خود اگر هم چراغک سبزه میبینه که همینجا حجر الاسود است. پیش های همونجا باید که خب اینا اینجا ته بگذارنه اینا خیر پیش های همونجا رفتن باید اینا خیر کنیم اوزی هفته ای برو لیبوسایی که مثلا که احرام چه میکنه اینا باید که اینا انتا باشه فیروز باید شدگی باشه مردو خب اونجا یک جایا احرام هم خیلی میکنیم آلی ابو خیلی طواف هم خیلی میکنیم مثلا برای دون نشدن ولی دارون تا بکنیم این هم تنید دوران بخوابیم همون گروپ خیلی گروپ خیلی هر کس مثلا دعا کرده دعای خچه که میکنم فقط همین راست میاییم همه خد دعا را قرآن همه خشه باید بگی که بسم الله الله اکبر برای حرکت کردن و رفتن و بوسیدن در طواف فرضیمون نمیکنیم برای که طواف فرضی نمیکنیم چی بوسه کردنش چی ایدور اشاره کردن هر دوش سنت هست برای وقتی که آدم زور میزنه که باید برای طواف کنه طواف چرا میگن؟ طواف اگر طرف دست چپ طرف بیت الله نباشه طرف دست چپ طرف بیت الله نباشه حرکت کردی همو دور طواف حساب نمیخوره برای خود اوجا را رفتن و بوسه کردن آدمو چیکار میکنن ایتا میکنن مثلا چوری میکنن زور میزنن یا که روش و طرف بوسیدن همونجا میشود ای دوری زور میزنن تو زور زدن میرون بعد با اوجا را میرسن طواف میکنن فکر میکنن که همون دورشو طواف های اوجا طواف نیست دورا بوی میکنن دورا که بوی نیست طواف فرضی در قصدن نقص در فرض میکنیم و کمبودی در فرض میکنیم برای خاطر یک ادای سنتی که جایگزینی وای چیه رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کرده دارید عمر رضی الله عنه را گفت که عمر رضی الله عنه در ازدحام دوره عمر رضی الله عنه را ازدحام فکر که او حاضر ازدحام وقت ازدحامی چی بود گفت قوی گفت دیگران را ضعیف را عذر میدی خب تو عمر رضی الله عنه دوری اشاره کرد برای همین مراد ما این نیست که سنگ بار نشه مراد ما بگویم که پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله پیروی پیغمبر است برای خاطر ما همش نجات پیش کردن الله تعالی میگه این در قرآن ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله اگر شما ادعا دارید که الله را دوست می‌دارید پیروی کنید رسول الله علامت کسی که پیروی نمیکنه رسول علامت همینه که الله را دوست نمی‌داره نعوذ بالله دوست که نداشته یا بد می‌بینی همین خیلی میشه ضد دوست داشتن بد دیدن برای همینم عبادت هوس آدم نیست عبادت اطاعت است عبادت زیر فرمان نه اینکه ما رفتیم همونجا رو ما چک کردیم الحمدلله بعد تلویزیون هم تاریخ کردن برای ما زدیم یا نگرفتیم مالی تاش کردیم که ما چک نیست عبادت فرد در دیگه امکان نداره که تا همونجا یکون کسا عذر نتی نره بوسش نکنی میگه همینه بعد بکن غیر امکانه که تو اونجا بوسه کنم یکون کسا عذر نتی حاضر نیست تا برای که نیست دیگه نو ایلوجی همینه دفعه فرضی نکن برای که دفعه فرضی امکان هسته که نکنیش اجازت داده گیا نه اجازت که طبق سنت یعنی رسول الله چی بوسش میکنی چی یکون چیزا میرسونی سه نمود چی بوسش میکنی چی یکون چیزا میرسونی اون چیزا بوسه میکنی چی ایدوری شورش میکنی هر دوشو یک ثواب دارن اینش ایواش فضیلت نداره هر سهش اطاعت رسول صلی الله علیه و آله خب همین جرمیم رکن یمانی را جا میفهمیم بعد به چی را حجر الاسود را جا میفهمیم همینجا را رکن میگن یعنی اساسی برج اساسی بگیم برج اساسی رکن یا که رکن حجر الاسود میگن بعد همین اوگل سرازو در میشود همینجا سر میکنیم با برداشتن دستا بسم الله الله اکبر اللهم خب بسم الله الله اکبر اللهم ایمانا بك و اتباعا سنت نبی صلی الله علیه و وفانا بعهدك دعا را میکنی سر میکنی اگر اوس شکی دعا نکنی همه فقط دعا میکنی که بسم الله الله اکبر همه فقط دعا را باید بکنی بسم الله الله اکبر فقط بعد همین سر میشه حرکتت باید
یک کمی قبیلگی موشی یک کمی باید که معنی اینا که گویا که با حرکت این سنت است، یعنی با حرکت بشیتو باید گویا میشه در اصل نباید تلا دو تیز را بگردی دویدن نیست، حرکت یک کمی بشیتو با سرعت نیو با گویا که اینه خیلی شیتو کرده شده ده ما خیلی اینم خیلی رحمی گریده خوب دعا کرده میگیم اینا رک طرف دره که گذاشتیم این دیگریش تری چی دارد یا ولی که پس دارد و حجر اسماعیل یا که حتیمش میگن دارم یعنی حجر اسماعیل که جایی که اسماعیل علیه السلام دارد و این هم همه خیلی میگذاریم میگیم با این طرف میگیم این طرف بگیم رکن عراق میگن این طرف رکن یمانی میگن همینجا رکن یمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه با رکن یمانی اومدم جبرائیل علیه السلام رو همینجا دیدم برای همین رساندن دست در رکن یمانی درست است اما اینشان بعد فرضی فرضی نمیکنیم در اینجاش چی دعایی که بخونیم میشود در همین راست رکن یمانی که اومدیم همینجا راست سر میکنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار دیگه بار گردش دارم یکم بار اینا یکم بار سر کردیم ما یکم بار گفته شدیم آیا همونجا سر کردیم این رکن یمانی اینجا حجر اسود این رکن یمانی اینجا چی این در اینجا حتیم اینجا عراق رکن چی عراقی اینجا سر میشه رکن یمانی این رکن یمانی سرش باید حجر اسود نظر رکن یمانی همینجا را چی را میکنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی فقط همین دعا بو میم همینجا بو برداشتن دست اشاره به سوی حجر الاسود بسم الله الله اکبر خب بو اسم الله اکبر میگیم بو همه خیل بو دو خونده دیم رکعتم دیم دورم همین تا بشیتو دیم دورم خب بو همین چی دعایی بخونیم دورم بو همین رکن یمانی دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار حجر الاسود بو اشاره بو همو خیلی بگیم همون تا دعا بو در رکن یمانی بو همو دعا در حجر الاسود میبردنیم سه تشید وقتی که سه کروشی دارن که سه دور شد بعد سیم دار محکم میکنیم جلوی بعد سیم دار مجال محکم میکنیم کتفور بعد دیگر شد این حرکتات یعنی این دور از سه دور کشیدن باز تر بشه در چی در حرکتات اصلاستر باشه نظر باور بو همیتا دعاش همون خلاصه نمتا چی دعایی بکنی چی برداشته دستی دعا چی دعایی نکنی مثلا بیت الله نگاه کنی باید برای نه که هیچ وقت باید این خیلی نره گفته که دور همون دور حساب میخوره که طرف دست چپت طرف خونه باشه سنت طواف همینه باید که اینم طرف بگردی نه که مثلا این خیلی چو کرده باشین خفه بودم رفت زمین از اون خفتی این دور هم میریم بعد دیگه طواف بخیر این دور نمیشون وقتی که برای چی؟ برای طواف نماز است نماز است که در وقت سخن بکنی جدا فرد برای همین در اونجا در حرم الله کسی که داره بیشتر این نماز نفل خواندن داره باید که بیشتر طواف بکنه برای طواف خودش هم نمازه هم با طواف این دیگه بودتر همون ثواب عجزه یعنی فقط این فرق نمازی هست که در این سخن گفتن اجازه داره خب بعد این چی را این همی در بگیم اینجا چیه؟ مقام ابراهیم مقام ابراهیم که در اون هم تیسودگی اینجا باید چی باشه این هم کده خب طواف هفتم همین تا اصلا که تمام کردیم ششم گذاشتیم این همین هفتم باشه همون تلاس همون خیلی در رکن یمانی همون دعا در دیگرش همون دعا همین راستی حجر الاسود که اومدیم بسم الله تمام کردیم این دفعه میبرویم ای مقام ابراهیم ای پشتی مقام ابراهیم میبرویم بیت الله بودیم جلسه مقام ابراهیم این همینجا خب دو رکعت نمازی پشت مقام ابراهیم نیست خیلی بگم که دو رکعت نمازی پشت مقام ابراهیم نیست دو رکعت نمازی احرام است دو رکعت نمازی طواف است دو رکعت نمازی طواف است
نه که در نماز طواف خونده می شود در پشتی مقام ابراهیم. موقع نماز خوندن پشتی مقام ابراهیم، اما این در سنتی طواف است. ای در جای همین نماز خونده می شود که بین تو بین خانه بین بیت الله مقام باشد. خب بگیم که این همه جا همه در این طرف در همه جاش درست است، نه که در این طرف درست نیست. در طرف دست راست این طرف بیای خانه در اون طرف باشه و مقام ابراهیم بعد خانه باشه درست نیست. در کار نمازی مقام ابراهیم مردم کردن در همین طرف در بجایش باشه. خب به طرف بیت الله در کار نمازی سنتی طواف یا که در یاد نیست الله اکبر تمام، برای که نیت همین است که در کار سنتی طواف تمام است. در کار سنتی طواف الله اکبر سبحانك اللهم الحمد یکم سوره قل یا ایها الکافرون. خب در دیمش همتا سجده در دیمش الحمد، بعد الحمد قل هو الله احد تمام میکنیم. بعد این با اگر چی دعا بکنیم مخصوصا استودان دعا کردن رکوع سجود همه رو بعد میاریم. همه رکوع سجود فقط در کردن که نماز عادی هم که میخونیم میبریم یا جا بگیم آب زمزم، نوشیدن آب زمزم بگیم بعد دعاش خطی. خب همونجا هست داریم که آب گرم آب خنک یک بار ما طواف کردیم که حرکت کردیم اگر نیست تو جرا پیاده میایم تست کردگی یک بار آب خنک بخوریم بعد در رو چید میگیرن کسل میشه خود در میگیرن. برای همین خب بعد نوشیدن آب زمزم چی میکنیم؟ آب زمزم رو میخوریم اول در دست تکون گرمترش رو میخوریم بعد خلیج بخوریم چی کارا میکنن بعد میبرویم. سنت است که بگو که ابدا و بما بعد الله آیت کلام الله بخونی که این صفا و مروه من شعائر الله. اوجا میبرویم طرف صفا میاییم. صفا و مروه نمیخورن بگیم بیت الله خونه اونجا دار کم جوش تمونی میخیم بیت الله این همینجا دار صفا و مروه. خب این نمیخورن این صفا اینش مروه. آب زمزم بعد خودمون آب زمزم دم میگیریم. همه آدم‌ها جمع شدن کسایی که دیر کردن ابران میریم یگون کس میکوبیم اون کس میکنیم همین از جمع میشیم. خب بعد میریم طرف صفا همین دعا را خونده با بالای که صفا میبرویم رو طرف بیت الله رو طرف کعبه دستا را میبرداریم دعا را میخونیم لا اله الا الله وحده و شریک له. خب دعا نیستگی هم دعا هسته که هم دعا رو میخونیم ایجا میبرویم ای صفا کمکت پسترک یک وقت فکری بانو میشه کمکت میخوری در برو چند تا خطای لیمو چراغ سبزه کن در همون راست میدویم. دویدن که با سکت حرکت کنیم تیز میدویم و همون میدویم. زنو کمی سرعت یا با هم حرکت یا تیزتره میکنن نمیدویم. خب همچنان راست به اینجا راست آمدیم و بالای مروه مییم. بالای مروه میبینم خیلی با تو میخوریم گیرده هم بگیم بالای که مروه میبرویم با طرف بیت الله برداشتن دعا همون دعا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. سه بار همین دعا را خدمت هم میخونیم با حق خدمت خدمت خوب میشه. خب بعد سه بار با همین طرف با همون راست چیز دویدن با بالای صفا با وارشان دو رفتیم یک اومدیم دو میریم سه میریم چهار میریم پنج میریم شش انا اکنون میریم این هفتمش میشه در طرف مروه. در طرف مروه تمام میشه. همین دو را میخونیم بخواد بعد این 22 را برای تا به هم خطی میشه به هم خطی با 22 میکنیم بعد همین به همه خطی تمام میشه. یک وجود بمونه دیگه ما احرام باید که سرد روشده خیلی همه خیلی ادویا ای مروه میریم به همه راهی که صفا دوادیم میبرویم به همه پیش بیت الله میریم مسجد الحرام مسجد میبرویم جوی بگیم چیه تربوی سنتری وقتی عبدالعزیز همچنین که ساعت هایی که بگیم ساعت همونجا میریم سوکل نیکرده سرفروشی پریمخر در پریمخر سرامونه الله تعالی خداوند خدا میگه که داخل میشوند مسجدشون احرام میکنن بعد
تراشیده سرهاشون رو پس کرده. خداوند کلمه را میاره تراشیده و پس کرده. برای همین چیز کسی که سرش پس میکنه درسته، کسی که سرش میتراشه درسته. اما در حج فرضی رسول صلی الله علیه و سلم در مینا بود، گفت که پیامبر صلی الله علیه و وقتی که بیان کرده که سوال بود، گفت که پس کنیم یا که بتراشیم. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که الله رحمت کرده از سرتراشیدگی را. گفت یا رسول الله بتراشیم پس کنیم. رسول الله گفت الله رحمت کرده از سرتراشیدگی را. گفت یا رسول الله سر پس کردگی چی؟ گفت الله رحمت کرده سر تراشیدگی را، بعد سر پس کردگی را. درسته؟ این در حج فرضی بود. در عمره اگر کسی بتراشه درسته، اگر کسی که پس کنم درسته. با شرط پس کننده مثلا موی سری که همین انگوش اینا که سه تقسیم هایی نمیتونی از بسید همین قبل موی سر بلند باشه. اگه پس باشه پس کردن حساب نمیکنه، عبادت حساب نمیکنه. احرام برآمدن حق نداره. آدمی که معنی احرام چیه؟ وقتی که موی سرش نقه میگه هیچ کار نمیکنه، پس میگه احرام میبروید. اگر 95 سال عمر بینه 95 سال چی کاری میکنه همش گناه هم. چی کاری که میکنه حتی قطعی زن خودش هم خوبگی میکنه و نکاح قطعی گناه هم. ولی خاطر کنه حق احرام برآمدن نداشت، احرام برآمد. اما احرام فقط همو به تراشیدن سر به تموم کردن همه عبادت ها اکرانش موجبه که سر نمیتراشید. خب اگر کسی که برو باشه این همین مثلا میتونم که پسش کنیم. هر کس خودش میتونه فهمه برای کجا نیست که دیگه باید خودش سر خودش چین کنیم نیست. با این طریق بهتر خوبتره که بگیم که باید ماشا کشو بتراشی شد چی؟ 3 ریال یا 4 3 ریال یا 4 ریال میسه یا که 5 ریال اصلا اونجا را بایم کنید تو شبون نگاه میکنه چخیله همون اگر یک جا باشیم یا یک جا که یا پری وقت بگیریم خطیه کسی بگیریم ممکن 3-4 روز روزه میشه همون میتراشیم. تراشیدگی خوبتره برای چی؟ ریشه چی؟ ریشه یگون کار نمیکنی. یگون کار میشه. خب بعد همین دیگه این لباس حرام نیست. فقط میتونی چیکارش کنی؟ این لباسی بود که الله تعالی تو را نصیب کرد به همین لباس که یقین بود همه پروردگار را همچنین لباس عبادتی و همین لباس که پروردگار را خونش را زیارت کردی. لباسه که اگر اجازه بشه بوی عرق میکنه غچ دیگه میگیری جا میگیرش میکنی میشویشه. خب ایلو اگر بخواهی نه سنت نه واجبه چی نیست. اگر بخواهی خودت میگیری میاریشه در خونه جمع میکنی میگی وقتی که ما از دنیا که رفتم انا همین لباسه که در گلوی کفنم بار کنی. اگر نکردی این یگون فرمایش از جناب رسول صلی الله علیه و سلم این هم پیاد کسی بخواه تمام. اگر استفادهش آمده چیزی نمیدونم. اگر استفاده دیگه این بگیم چی میشه دیگه او که بگوی این عمره نمیکنیم در فرضی میکنیم اینش هم بو همینه در فرضی پوش برای احرام همین لباسا با در فرضی اگر فرضی رفتی فرضی بگی بعد با همین نپوش. اولادی زنکش کنم. خوب به همه قطعی هست انشاءالله. به همه قطعی بگیم تمام میکنیم. تمام میکنیم دیگه بعضی آدم گشنه بعضی ما خیلی دوم رفت میکنیم. هر مثلا کسی یا جای ما هم قطعی یا میبرویم یا سیستم کم اکد دورتره کرد یا پیاده اساسا میم یا که اگرون مثلا هر کس خطی نشده یا که هر زمان اتفاق میرم یا خیلی را بو میبینیم برای که هر سالینا گسین نیست که این سال بو گسین نو کرده بینیم خلاصه که یا جای همون بو گسین میریم بگیم دیگه تمام اونجا دیگه جایی بگیم تری شهر چی نیست که دیگه شد اونجا فقط این میبروی چیزی که هست تفسیر بگن حرام میشینی میای بیت الله خودت با اختیار خودت دیگه نیستن که یه بچه نمیرین دیگه بیا یک جا بریم خیلی نیستن خودت توقع برو ما عادتم همینه همین یگون کار پر آدم رو بتونم با خودم توقع میبرم میگم نگاه میکنم چی کار نیست خودم توقع میبرم همون قدمی که اول اگه اصلا میبریم الحمدلله سبحان الله استغفار کرده گفته تا پیش خونه خدا را میام تکبیر بودتر بزنیم بده درسته؟ تکبیر الله اکبر لا اله درسته چی دوره بکنیم اساسا بیا خودت توقع طواف که
بگرد برا اگر در اونجا چی کسی یا وقتی خیر توقع گذاشتن توقع باشه چی همون انا توقع که کردی بیا به حضور خود بوسا هم توقع کردی درسته یا؟ او بیا بوسا که او سوسا خدا بقب او سوسا یک کوره که مثلا حضور نکنید او سوسا خدا جو که هر خیلی آدم میبینی مثلا دیدی که همه ریش دورا معلوم نیست که او ریش دورا همش با ادبان آدم ریش دورا ساده رو میبینی که میزنه تا زنه که میبینی که دیگه خیلی این هر یک منطقه مثلا آدم هست که جهانگردیش نداره بعضی چیزا رو میبینه میگه این عجیب باشه آدم را اهمیت نداره برای درگیر خونه خود برای عبادت رکن یمانی را بیا دست برسون بوسه که اوسوسه در اینجا بشی اگر در اینجا یگون کجلگی و ترگی شدی همون طواف یا بر دیگه اثر بکنه اینجا ما اونجا بیستوری که هستیم برای می نایش میکنیم طواف اثر میکنیم بیا حجر الاسود بشی بوسه بکن به حجر الاسود بوسه کردن در رسوندن دست به رکن یمانی مثلا دعا بکن برای چی دعایی داری بعضی آدم‌ها یگون مشکلی داره پروردگار رو مثلا خوب خیلی پروردگار پدر ما مثلا کسی شد که ما سبب همیترین نعمت‌ها شدیم پروردگار رو مثلا محافظت شد پروردگار رو فرزند ما چند سال است که مثلا اصلاح نمیشه و غم میته پروردگار رو دعا میکنیم پروردگار فرزند اصلاح بکنه خب بود چی دعای داره پروردگار خیلی بسیار چیزی خاصی باشه هم زمین سکید همجا اینجا رو بعد بوسه کردم این دیگه هر کس مثلا بچه خیلیش خطی بسیار وقت میشود که هستن آدم که مثلا میگه که 3-4 کسی جا میشوند معنی نیست 3-4 کس بره جا نیک اقلا دمی حدی فرداد یا بردو خود تو خط یا بردو خود تو خط بگی همون راست با پروردگار رو بوسه بتونی این تا 3-4 کس مثلا بیا ایمان صاحب 3-4 کسی جا میشه این اینجا دو 3-4 کس وقتی که 3-4 کس یاد میشه بعد دیگه گابزاده میره چیکو کاری تو در جوری چه خیلی کاری نکردی این گابزاده میره دیگه ذکر ای چیز میمونی ممکن هست دو شخصای که 3-4 کس هم بره 3-4 کسا مثلا عبادت کنی میره هیچ گام نداره برای خاطر که هر یک رکعتی که در اونجا میخونی نمازش 100,000 بار بالاتر دیگه جای هر یک عمل خیری که میکنی 100,000 بار درجه دیگه داره هیچ کار نمیکنه اگر آدم برای یک پرس خود میگیره خیلی 100,000 آدم خود بگی برای همین هیچ کار نمیکنه مثلا بابا ایشون بیا برم یک پولا چای بخرم بابا ایشون یک پولا چای بگی این فضیلت را الله تعالی میگه این نیست که کسی که مثلا یا آدم همون کار میکنه زحمت میکنه ماشاءالله میکنه پشت گوشتی چی میشکنه پولدار نمیشوه همین دنیا اگر بگه یا آدم دیگه با کم کرد چیز ماشاءالله برادرها این همون با کتابخونه قرآن اومدیم رسیدیم خدا راضی باشه این مردم فرامده ایستاده است راضی هم مخرویت ماشاءالله میبینیم کتابخونه قرآن را همه چی را میبینیم اون رو برداری میکنیم و شما را نشان بدیم ماشاءالله دوستان عزیز نوار تو آخر تماشا کنین اگر فکر عقیده داشته باشین اگر فهمین درباره دین اسلام اگر سواد داشته باشین معلومات در کامنتر نویسین اگر نداشته باشین نوار محفوظ شود تنها نویسین که الحمدلله برای که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به بسم الله کار میکرد به الحمدلله کار نمیکرد ماشاءالله است الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم خوب حجاج بيت الله الحرام زائرين وعمار محترم خوب راه ما ادامه میدهیم باقی مانده است 2 ساعت و 7 دقیقه دیگه 2 ساعت و 7 دقیقه دیگه یعنی 228 کیلومتر دیگه آواز ندارم ما فی صوتی
ارتفاعا 228 کیلومتر دیگه یعنی 2 ساعت و 7 مینوت اگر اتوبوس در راه سرعت برود. خب حرکت خط سیر سفر عبادتی ما از غرب عربستان سعودی از شهر جده از گفتیم که از کلانترین شهرهای اقتصادی از لب بحر سرخ به سوی مدینه النبی به سوی شهری که در مسیر تاریخ در روزهای عمر این زمین این شهر نامی یثریب را داشت. تلفن نزدیکتر نامی یثریب را داشت. با گذاشتن قدم مبارک پیامبر عزیز محمد صلی الله علیه و سلم بعد از هجرتش از مکه مکرمه این شهر نامی مدینه النبی را گرفت، یعنی شهری پیامبر صلی الله علیه و سلم. و تا امروز این شهر با نام المدینه یا اینکه مدینه منوره یعنی شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم مشهور است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله کسانی گشت که در انهمین یثریب یک شهر ساخت که اگر بگیم بین زیایان یا که بین روشنفکران یک کلمه مشهور است با نام مدنیت. اگر یگان شخص را بینن میگن که همین شخص آدمی مدنیت نوکیش بلند است. انا همین کلمه مدنیت نوکی یعنی شخصی که در آداب و رسم و رسوم و فرهنگ عالی دارد دارای شخصی مدنیت نوکش میگن. انا همین کلمه مدنیت یا که مدنیت نوکی نسبت داده شده است یا مأخذش از انا همین مدینه است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینهش شخصان مدنیت نوکی رو تربیه کرد. خب در این صحرایی که نه گیاه بود نه آب بود و جهالت مردم عرب به حد رسیده بود که تاریخ ها از اون یادآور می شوند که قصه های هست در صحیفه های تاریخ جهالت پیش از اسلامی عرب که حتی بین یکدیگر نه تنها در جهالت حتی در اسراف و در از حد گذرانی هم بین یکدیگر مسابقه میکردند. قصه از عتبه و شیبه است که روز عتبه شیبه رو به مهمانی دعوت میکند، به حد مهمانداریش میکند که با اصطلاح امروزه بگوییم رکلام میشود در جزیره العرب که عتبه شیبه را آنقدر مهمانی کرد که از غلاماش و از خودش همش از نان سیر شدند و به همین در مقایسه در اسراف شیبه عتبه را مهمانی میکند و خندق میکند و انواع خندق ها را پر از طعام میکند و بالایش را میپوشاند و شیبه را همراه اسبان و شتران و غلامانش به مهمانی دعوت میکند و در وقتی آمدن به مهمانی به طرف خانه شیبه در خندق شیبه میقطند و در طعام غوطه میزنند. یعنی به همین واسطه شیبه میخواهد رکلام کند در جزیره العرب که یعنی شیبه عتبه و غلامان عتبه و حیوانهای عتبه را آنقدر نان داد که حتی در داخل نان غوطه زدند. یعنی در همشون حتی با بدنشون زیر نان ماندند. خوب یگان رعایه حقوق بشر نمیشد. کسی که قوه جسمانی داشت بر کسی که از روی جسم ضعیف بود و رو ظلم میکرد و حدی بد اخلاقی و ساخت بد اجتماعی به اوج اعلای بدی رسیده بود. زمانه به حدی آمد که
در این بیابان، در این صحرایی که چیزی نمیروید، الله ذوالجلال متعال خواست که نبی و فرستاده از جانب خودش ارسال بکند تا اینکه این جهالت عرب را تبابت کند و این مردم را از نادانی، از کبر و غرور و گمراهی و کجروهی، تکبر و اسراف و رذالت به یک دنیای مدنیت، به یک دنیای ادراک و فهم و عقل و یک باوری کامل به آینده دعوت بکنند. و به همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در 13 سال اولش با اعلای کلمت الله، با دعوت به سوی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، با فرمان پروردگارش دعوت را آغاز کرد و این دعوت سبب شد که روز اقوام، احزاب، جریان ها و رویه هایی که در جهالت عرب بودند، ان همین حزب ها همه یک جا شدند، متفق شدند و در یک کنفرانس خود بگیم با خلاصه آمدند که محمد صلی الله علیه و سلم را جسماً از بین ببرند، ولی خواست الله دیگر بود. الله متعال جبریل امین را فرستاد و با محمد امین صلی الله علیه و سلم امر هجرت از مکه به مدینه منوره را کرد و در این هجرتش الله متعال همراه با نبیش یار صدیقش ابوبکر را انتخاب نمود و به همین منوال این استاد و این شاگرد ترک اون مردم با همه گونه بدخواهی و بد افکاریشون کردند و به شهر آمدن که آنجا را بنیادگذاری نمودند و تا امروز در عالم اسلام این شهر بعد از مکه مکرمه، بعد از حرم الله، یک از مقدس ترین شهرهای عالم اسلامی حساب می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با مکتب اخلاقی و تفکری خود مردمانی را تربیه کرد که یک پهلوان بود و یک جنگاور بود و یک تاجر و هیچ خبر از دین و از وحی ربانی نداشتند. با امر الله متعال در مکتب تربیویش کسانی تشریع کرد که در تاریخ بشریت از صداقت و از عدالت مثل ابوبکر و عمر رضی الله عنه، حتی غیر مسلمان ها با آوردن نام عمر رضی الله عنه در مسیر تاریخ از عدل عمر رضی الله عنه، آوردن نام عمر را در کتابشان برای خود فخر می‌شمارند. خب برای همینم محمد صلی الله علیه و سلم این مدینه را نور بخشید، یعنی یثرب و شهر خودش را نور بخشید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیثش میگوید که مدینه بالایش را نور فرا گرفته است. برای همینم مدینه را مدینه منوره میگویند. اقبال لاهوری در شأن تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم اشعاری را در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که از دم سیراب آن امی لقب لاله روست از ریگ و صحرای عرب، حریت پرورده آغوش اوست، یعنی امروز امام از روش اوست.
او دل در پیکر آدم نهاد، او نقاب از طلعت آدم کشاد. هر خداوندی کهن را او شکست، هر کهن شاخ از نمی او غنچه بست. گرمی هنگامه بدر و حنین، صدیق و فاروق و عثمان بوالحسین. حمد بی حد مر رسول پاک را، آن که عزت داد مشت خاک را. اگر الله متعال این مشت خاک را جان بخشید، محمد نبی صلی الله علیه و سلم انا همان مشت خاک را عزت بخشید. تا دمیزاد گویا به قالب اصلی خود زندگی نمیکرد و در روی خود یک پوست دیگری کشیده بود. در روی خود یک نقاب داشت که پوست اصلی خود را پنهان میکرد و به هر عملی که میتوانست، به هر عمل بیرون از دایره انسانی دست میزد. ولی محمد صلی الله علیه و سلم با تعلیماتش این نقاب را از روی انسان ها کشید و برای انسان ها چهره اساسی انسان ها را نشان داد. و در جهان تاریخ یکی از شخصیت های شد که اگر از نگاه سیاسی بگیریم، جهانگیران و عالم و لشکرکشان عالم شمول مثل اسکندر مکدونی و ظلم ستیزگان که با ظلم جهان را با واسطه آغشته خون کردن ملک و زمین گرفتن، چنگیز و از غرب ناپلیون و دیگرها که میخواستند یک سازمان، یک سیستم برای زندگی این انسانیت سازمان بدهند و حقوق انسان را، یعنی که ساخت زندگی و اجتماعیات انسان را به نام خودشان نصب بدهند، ولی به این دسترسشان نگردید. محمد ناخوانده صلی الله علیه و سلم در جهان تاریخ بشری مکتبی را به وجود آورد که با گذشتن 1500 سال نامهای اسکندر و چنگیز، ناپلیون و دیگر استها و سیستم سازهای ازمی از بین برفتند و در این شب و روزی که ما هستیم نام محمد صلی الله علیه و سلم را در یک روز از روی واجب و ضروریات 18 میلیارد بار میگیرند. محمد صلی الله علیه و سلم توانست که در قلب انسان ها با مردانگی و خیرخواهی و سخاوت خود در قلب انسان ها جا بگیرد و این شخصیت بزرگ، این مرد نورانی برای پیروان و امتانش وعده بدهد و آنقدر برای امتان گریست که در جهان تاریخ روز هم نگفت که آه پدرم، نگفت که آه مادرم، ولی همواره با چشم گریان میگفت آه امتی، آه امتی. این مرد نورانی با وحی روحانی در حیات زندگی که خود داشت برای این امتش خدمت کرد و خدمت برای مردم را بالاتر از خدمت برای نفس خودش گذاشت و برای امتش نصیحت کرد که من خدیم خودم، هر که خدمت کند خدمت کرده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت والله فی عون عبد ما کان العبد فی عون اخیه. تا آن وقتی که یک انسان در خدمت برادرش باش، تا وقتی که یک انسان در خدمت برادرش باشد، الله متعال مدام در خدمت آن همان بنده خودش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم توانست با تعلیم و تربیهش با عقیده و ایدئولوژیش در قلب انسان ها این نور هدایت را عقد بکند، یعنی ببندد و این عقد هیچ وقت کنده نمی شود مگر با کنده شدن دل از بدن انسان. یعنی نام محمد صلی الله علیه و سلم از دل پیروانش هیچگاه نمی رود
تا آنکه آن دل از این بدن برود. پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم تعلیم داد تا آنکه امروز تربیت شدگان این مکتب محمدی ابوبکر، عمر، عثمان و علی فخر جهان تاریخ شدند، فخر تمام بشریت گشتند. محمد صلی الله علیه و سلم در بیابان جزیره العرب قدم میزد و برای بشریت، برای جهالت عرب تعلیم داد که سلام از کلان است نه از خورد، و بار کودکان را در حرم الله دید که بازی میکنند و با آنها گفت که السلام علیکم. کودکان در تعجب ماندند، هیچگاه این گونه معامله از کلان را ندیده بودند. گفتند تو ای محمد بر ما سلام میدهی؟ گفتند بله من به شما سلام میدهم. محمد امین صلی الله علیه و سلم تعلیم داد که اول کلان سلام بگوید تا آنکه این تعلیم بر شخص کوچک بشود و آن شخص کوچک خرد از کلان سلام دادن را یاد بگیرد. کودکان در تعجب ماندند که شاید این مرد ساده باشد و به این مستفید نورانی گفتند که ای مرد، تو میخواهی با ما بازی بکنی؟ محمد صلی الله علیه و سلم برای رعایت حقوق کودک که چیزی را نمیداند، فرق بین کلانسال و خردسال را نمیداند، برای آن که رعایت حقوق این کودکان را بکند و سبب آزار کودکان نشود، گفت بله بازی میکنم همراه شما. گفت اگر میخواهی بازی کنیم مثل شتر 4 پا بزنم ما در بالای تو سوار شویم. شخصیتی که الله ذوالجلال تمام انبیا را به خاطر همین شخصیت فضل و بزرگی داد. شخصیتی که اگر در جهان تاریخ از زمانی که فرزندان آدم ساخته شدند، اگر عیسی را همه گونه چیز داد، عیسی را کلیم الله گفت، روح الله گفت، همراه موسی به حجاب و به پرده سخن گفت. 124,000 پیامبر فرستاد، از این 313 تاش پیامبر مرسل، بعضی آنها را معجزات و کرامات داد. ولی انا همین 124,000 پیامبر را روز در اقصا از گورهای خود زنده کرد و گفت که برای شما محمد امین صلی الله علیه و سلم اثبات شود که این محمد امام و اشرف و سید شما است. تمام 124,000 پیامبر از قبرهاشون زنده کرده و خزانده و حشر کرده شدند و محمد صلی الله علیه و سلم امام شد و 124,000 پیامبر از قفای او در اقصا درود کرد، نماز خواندند. انا همان محمدی که تمام بزرگی و عظمت تمام انبیا در پیش هیچ چیز بودند. انا همان محمدی که خاتم الانبیا بود و الله متعال چقدر ارزش در نزد او داشت که حتی جبرئیل امین یکی از ملائکان مقرب این عزت و اکرام رو در نزد این محمد نداشت. در نزد کودکان 4 زانو زد مثل شد و آنها را سوار کرد و گرد خانه خدا سوار تا آنکه این کودکان آزار نیابند. محمد که صلی الله علیه و سلم در زمانی که از مدینه همراه یارانش به مکه می رفتند، مرد که نگهبانی چروای یک یهودی رو میکرد، همیشه در یک فکر بود که این صاحبش، این یهودی، برای آوازه و شهرت رسیده بود به گوش همه که محمد به یک رویه جدید، به یک دین جدید، به یک تربیه جدید مردم را دعوت میکند و گویا که با این دعوتش مردمان را گمراه میکند. این نگهبان چروای یهودی شنیده بود از چروایش که از مالک چروایش
که مالک چاروایش یک مردی بخیل و خسیس بود، ولی تمام این چاروایش رو، تمام این رامه گوسفند و شترانش رو برای سر محمد صلی الله علیه و سلم بخشیده بود و اعلان کرده بود که هر کی سر محمد را بیارد من این تمام شتران و گوسفندان را با او میبخشم. این نگهبان چارواها در حیرت مانده بود که این صاحبی من اینقدر خسیس و بخیل است که حتی در شکم خود نمیخورد، برای اهل و عیال خود یک گوسفند را نمیکشد. این محمد کی است که تمام چاروایش را برای سری او بخشیده است؟ و همیشه در تعجب بود و همیشه میخواست که در این بیابان ها روز با محمد با بخورد. بالاخره آن روز را خداوند رساند و شنید در وقت چارواداریش که محمد همراه اصحابش در این صحرا بین مکه و مدینه قرار گرفته است و چاروایش را گذاشت و خواست برود و ببیند که این شخصیتی که اینقدر شهرت و اینقدر آوازه در حقی است کی است. آمد که اصحاب هر جا نشستند و بعضی ها خیمه دارند و بعضی ها خیمه ندارند. داخل یک خیمه شد و گفت من میخواهم محمد رو ببینم. اصحاب به محمد امین به رسول الله نشان دادند و انا همون کس محمد است. گفت این کس نه، برای من کسی که محمد دعوای پیامبری دارد، برای کسی که سرلشکر و سرقماندان و سرور شما است، برای من آن کس را نشان میدهید. گفتم انا همان کسی که اینقدر شهرت و آوازه و نبی است، انا همان کسی است که انا همان جا مثل دیگران در قطار دیگران نشسته است. شخص در حیرت و تعجب ما پیشاش آمد، گفت تو محمد هستی؟ گفت بله. گفت تو انا همان رسول الله هستی؟ گفت بله. گفت من چاروادار از چارواداران یکی از مالکان یهودی هم که یک lepsze kadruza. Nie ma formacie. Nie ma gaznić tam jedle. Tamuşa metin. Ya formaçe diye dartura tamamladı. Formaçe dedi ki bakım hayata formaya konkret. Uzun. 40 lira. 40 riyal. Toplu yal. Не, нет. Короткий куса, Короткий надо или короткий? Сори, да, весело. Чи? Чи? Ne bir şey zor şey tabii ki. Ne? Çağırıyorlar. Ya saçıldı diyorlar. Ne yardım şu an? İşte kuba. İkisinin de bir şey rahat bakın. Yaşmaki. Zimistana var ya gönç buna doğru. Keliş bugün var. Gudaktan amesa oxay. Megan tuta ay. Arabistan vardı forma. Sekin xim. Kube toxira bren xime geldi. خمس ريال. Ana. I ženski boša, tak šla. Starija, ja? Lira? Ina 5 ريال. Ina میخواستگی. چند ریال باشه؟ انا برای نبیم 60 ريال. چه نمیدیم؟ اینا ایسی با مگازین دارن اینا. اسمریم. اینا اسمریم. اسمریم نمیریم.
Ha, چه صدا جمعه؟ نه تماشا تماشا میکنم کیلوگرم هم هست هر روزه رومال ریلمن نه ما تو دریالی سنگیم اینجا میبینیم چند پوله دیدی چند سمه اول كان واحده فلبينيه 120 ريال ايه 120 ريال نه واقعا نه اصلش چه نداره یکم فرقیتی نداره 120 ريال وشان شون دسته انا طيب ما ادري ايش Kaç geldi? 120 Ha? Saat? نه نه Saat 20? 120 میگم 220 Nerede? Saat 20 geldi. 120 آخه 220 سراغ وای کرده این در geldi. این چاريو Dario? این چاريو این Hektar 15. Stefania. tamam Hektar 15. Beş ya. Hektar 15. 15. Neskiri? Yeter. بگو کوک شو درنش چی داره ایده؟ Ku joynumu. İnna inna. Evet. İn 20 lira. کوک چی خیلی جای نموزه Yine. ما گیرستن ona girem ayda ما بگیرم جانماز خشو Ertesini göster. گیر دستشان را نارمال نیستن ما دا این یه دار کرای نه دو تا این دار کرای نم خیلی جای نموز جای نموزه کمات Mahmut. Burada malduva da var ya abi. normal ne? Ah şu sen. Zikreti de var ya da vallahi. Avan ki skulu ile balo öbürüne ne geldi? Kayıt skulu ile. Tamam. Tamam. Koy. İyi benim kolu. Halliyo, Çandı çal ya. Çandı. Aka yine çandı. Benim bistipan. Bistupan. Ya, Maria. Ne yok şu. Canıma. Yok ya. Ah ne kostayı kırdı yok ya. هنا كالواحد دالم جاسمان تماشا کنین بچه ها با دقت باشید و حالا تماشا کنین جای نمازه خوبی خوبی این خوبی چمپلای این چمپلای خیلی واسه چمپلای Şunlar şanta var, aynı şanta bunlar. Ha. Şunlar 50 lira. Şunlar da var ayrı. Ha. Bu çan fal? 35. Yine mi yokuştan bir tabi gidelim. 35 lira. Şunlar kadar da var. Tabi girmemiş tabii. 30 bugu tatı. 35 lira şunlar. Kaç tane alacağım? دو تاش 50 Saat. دو تاش 50 هست Saat. تشابه Ne girdin? اه 25 duta 50 50.
Paket. Ha, kalar abi. Paket. Farkaş ne? Languş. Ana خیلی چیزی. Ana اینه. Yakta. Sabz. Bir tane. Kaç kilo mu bu? Şurada var da lütfen. Evet, tabii buraya toz bakar. Bir vazmin ay. Yok vazmin. Şu an karşı ya da soğuk ya da uçağım da tiyem. Diğer şarkılar bakıyorum. Behat. Eğer tasbih ettiğin gibi yapıyorum. Oğlum bakın Çanta girişçisi o. Ha, çok güzel. Sence o? Burası. Tarafta geçersen de tarafında geçsen. Ya gala diye otağa gitsen bastın. Geç şuraya. Bir çampla. Ay çampla. Şankula de mankula. İşte mankula. Uçan da. Ne? Yes. Yes. Türkiye. Türkiye. Vah. Samolyot mikrofon. No. Ne? No. İndireyim. Tamam. Egum çampla mı? Nara çampla mı kadar? Maşallah. Ayatul kursi. Ayatul kursi. Şankula. Ayatul kursi medeni. Kublo. Ayatul kursi medeni. يا مرحبا عيني تفضلي Çampur. Türküs. Arabi. Amastaş. Türkiye 15. تفضل عيني تفضلي ماشي بو. Nasıl? Rast. Tamam. Ha? Türküs ne bu? Özbeki mi? Ha. Halat güzel olmuş. Sen geçiyor konuşuyor ne? Cenazه میخواست که من اگر استن جنازه میخواست که من اگر استن یک کرده نگه با انا می برای کتانه 60 ریال 50 60 50 60 این چند ریال Türkiye iyi. Artıyor. Patron. Hoş geldin. Xina girifsi tu? Xina girifsi? Ama xina mara video model ne yaptın size? Dö da. Xina gidiyor. Nasıl?
Evet, çampul sabı. Ne yağmur bura? İçer yol. ها؟ Çampul. كم فلوس؟ هذا 120 120 120 معلوم؟ ها؟ How many? 200. شوف شوف Satışat sesi. شغل دوره جمع بود 95 بقیه بیو آزه ایشونی Tutuyor mu bu? Bilser, bir çile bilir. Baba başlar ya tabii sana aklı. Yok başlar. Ara bir. Be all out. Men's. Open it. This one border. Border. This one empty. Kujde namazına gideyim. Extra. Bir namazın duruna hiç. Sen ne? Ay. Kim var? Bari konuşan. Maçalka. Dışarı ne diyor? Maçalka. Kol nerede bulur? Gel sana diyorum. Ne ya? De cönü, ya cönü, ya çeki sen abi. Bari kolka dön ya. Sese şas ya. وقت واحد اللي لازم Ahsen. Kasırış bu tutamda. Kasırış tutamda. Ki? Mohu hazır 250 riyol yani bu iştirak. 40 riyol. 40% arzon. Nakşda Osman'a bak 40% arzon satın. Dubai Collection. تقريبا 99% اظن ما چند پول باشن فرماشون؟ Dubai Collection. 620 dolar. Hazır şans mı? Hazır şans mı? Minus şmekne. 40% şan minus şmekne şans. نقش از اون تیم میبیرین دیگه Köy namazı var benim çıkartacağım onun için. O iyice olanı görüyorum.
اصلا добре моя сурат тоза кун сам сурат некни баракалла баракалла ире даже шиша надора ҳуя дидӣ Где трасни? Ты мачет бре? Где? Я хочу хотела это сделать. Алло. Килора бени ки медохта бошам? Где твои Королевство.